سلام ای نیک مردان خدایی، عزیزان دیار آشنایی. وطن چشم انتظار آفتاب است، وطن چشم انتظار آفتاب است، امید یاری سبز بهار است. با سلام و درود به همه بینندگان عزیز، دوستداران همیشگی وصال حق. امیدوارم شاد و خرم و پیروز باشید هر کجای این کره پهناور که زندگی میکنید و به سر میبرید. امیدوارم لحظات خوشی رو داشته باشید و در پناه الطاف بیکران خداوند متعال باشید. با برنامه منهاج و سنه، یکی دیگر از برنامه‌های شبکه جهانی وصال حق، در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. در این برنامه هم قصد داریم موضوع تکفیر و شیعه را پیگیری نماییم. موضوعی که در 2 جلسه گذشته در برنامه حجت بی حجت به آن پرداختیم. امیدوارم در این برنامه هم بتونیم اطلاعاتی که در کتب و در لابلای کتب شیعه مخفی مانده و آخوندانش اون رو مخفی کردن به شما عزیزان ارائه بدیم تا حقیقت این مذهب پوشالی برای همگان واضح و آشکار شود. به استاد محترم جناب آقای انصاری سلام و وقت بخیر دارم. سلام علیکم آقای انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. منم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمتتون هستم. همونطور که بینندگان میدونن در 2 جلسه گذشته در رابطه با شیعیان و تکفیر یا شیعه و تکفیر نکاتی مورد بحث قرار گرفت. جلسه اول در رابطه با تکفیر و قواعد آن، چون که برای خیلی ها شاید سوال شده باشه قبل از اون یا چه بعد از اون، و خصوصا وقتی که شبکه های رافضی بحث تکفیر رو به وهابیت یا به اهل سنت نسبت به تعبیر خودشون به وهابیت نسبت میدهن، شاید بگن که فقط تکفیر در مذهب اهل سنته. تکفیر همونطور که جناب استاد اشاره کردن در اسلام وجود داره، اما قواعد و شرایط خودش رو داره و در جلسه اول به آن پرداخته شد و نکاتی که لازم بود در رابطه با قواعد تکفیر ارائه شد و همچنین موانع تکفیر که چه چیزهایی باعث میشه که شخص کافر شمرده نشه. و در جلسه دوم در رابطه با ناصبی، که ناصبی کیست، تعریف ناصبی از کتب اهل سنت و همچنین از کتب شیعه که ناصبی به چه کسی اطلاق میشه و همچنین تکفیر ناصبی در کتب شیعه که ناصبی رو کافر میدانستن، خونش حلاله، مالش حلاله و حتی نجس هست، از خنزیر و کلب هم نجستر است. در این قسمت و در این جلسه میخواهیم به تکفیر آشکار روافض به اهل سنت بپردازیم که اهل سنت را از یک دم تکفیر میکنن و مدارکی که در هفته گذشته هم ارائه داده شد، در این هفته مدارک بیشتری به شما عزیزان ارائه خواهیم داد. جناب استاد، اگر همونطور که ما بحث کردیم در 2 جلسه گذشته در رابطه با تکفیر، بحث خصوصا جلسه گذشته که با تکفیر نواصب بود از دیدگاه روافض و از دیدگاه شیعه، آیا شیعیان واقعا اهل سنت را تکفیر میکنن یا یعنی تقیه‌ای در کار هست یا نیست؟ این وقتی میگن ناصبی یعنی همون اهل سنت هست یا نیست؟ اگر مدارکی هست و همچنین اگر نکاتی هست در این مورد به ما بینندگان توضیح بدین تا متوجه بشین که واقعا اهل سنت را تکفیر میکنن یا خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادر عزیز گرامی، جناب آقای طاهری، شیعیان فقط اهل سنت رو تکفیر نمی کنن، همه مخالفین خودشون رو بدون استثناء تکفیر می کنن. مخالفینشون میتونن چه کسانی ولو اینکه شیعه باشه، ولو اینکه شیعه اثناعشری باشه. هر کسی که با شیعیان مخالفت کرد با عقاید شیعه، آنچه که در کتاباشون آوردن و آنچه که در اون چارچوب اعتقادات شیعه اثناعشری وجود داره، از امامت گرفته تا متعه، همه این اعتقادات رو هر کسی که انکار بکنه و حتی اگر کسی یکی از امامان رو انکار بکنه، همه اینها در نزد شیعیان اثناعشری کافر محسوب میشن، مرتد، زندیق، جانش، مالش، ناموسش همه حلال و جاویدان در آتش دوزخ خواهد. حتی
فرقای شیعی که وجود داره، از زیدیه گرفته تا فرقه 4 امامی و 5 امامی و 6 امامی و 8 امامی و هر کدومش که چندین فرقه دیگه تقسیم شدن. بعد از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه 10 فرقه تقسیم شدن. بعد از امام حسن عسکری بیش از 20 فرقه شیعه جدا شدن که بعضی از این فرقات در طول تاریخ از بین رفتن و بعضی ها مثل شیعه اسماعیلیه، زیدیه اینا یا نصیریه هنوز هم وجود دارن. همه اینها در نزد شیعیان اثناعشری با استوانه های علمی اینها که به طور نمونه میتونیم از کلینی و مجلسی و مفید و مضر و اینا نام ببریم، همه اینها اجماعی بر این دارن که مخالفین شیعه اثناعشری کافر هستند و مرتد هستند. من برای نمونه یک مطلبی اینجا هست در کتاب بحار الانوار از مجلسیشون، دوستان اگر اینو نشون بدن. این کتاب بحار الانوار هست در جلد الثالث والعشرون 23 در صفحه 89 در این روایت از ابی جعفر امام محمد باقر روایت کردن که قال قلت له ارأیت من جهد اماما منکم ما حاله؟ کسی یکی از اماما را انکار کرد، وضعیتش چطوریه؟ قال من جهد اماما من الله و بری منه و من دینه فهو کافر مرتد عن الاسلام. کسی که امامی رو که از طرف الله سبحانه و تعالی هست از او اعلان براءت بکنه و انکارش بکنه، این شخص کافر است، مرتد است از اسلام. دلیلش هم چیه؟ لأن الامام من الله، به خاطر اینکه این امام از طرف الله سبحانه و تعالی نصب شده و دینه دین الله، دین امام دین الله است. و من بری من دین الله فدمه مباح فی تلک الحال. کسی که از دین الله براءت بجوید خونش حلال هست، الا ان یرجع او یتوب الی الله مما قال، الا مگر اینکه توبه بکنه و برگرده به طرف الله سبحانه و تعالی. ببینید چطور برای خودشون یک یعنی دلیل شرعی دارن درست میکنن. امامت از تو اول بیا برادری تو ثابت بکن، بعد طلب ارث بکن، مسئله معروف که میگن. اول شما امامت رو ثابت بکنید، بعد بیاید منکر امامت رو تکفیر بکنید. اول بیاید ثابت بکنید که این امامت از طرف الله سبحانه و تعالی است. درست. تلبیس و خیانت نه. مرج البحرین یلتقیان بگن که بله این علی و فاطمه بودن که با هم یک جا شدن، اینطوری نه. تفسیر باطنی نه، تفسیر از شکمشون تفسیر نکنن. درست. بیان امامت رو با دلایل قطعی ثابت بکنن، بعد از اون ما در مورد اینکه منکر امامت کافر هست یا مسلمان هست میتونیم باشون بحث بکنیم. خب شما اشاره کردین کسی که از امامتی که از ائمه رو انکار کنه کافره. خب من سوال داشتم از خود بینندگان و همچنین اونهایی که ادعای شیعیت و رافضیت میکنن. سوالی داشتم، امیدوارم شما جواب بدین، شاید خودشون تماس بگیرن جواب بدن، که در خطبه 92 نهج البلاغه فکر کنم باشه که میگن دعونی والتمسوا غیری. بله. در ادامه همون یا در ادامه همون میگن که من وزیر باشم برای شما، وزیران بهتر از اینکه از اینکه امیر باشم، یعنی امارت به دست من باشه، بهتر که این وزیر باشم. با این قانونی که گذاشتن دقیقاً سیدنا علی تکفیر میشه. یعنی سیدنا علی طبق قول خودشون و از کتاب شیعه بازم این تکفیر میشه، چون که دقیقاً سیدنا همینه. ببینید سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از طرف الله سبحانه و تعالی به عنوان امام تعیین شده. این وظیفه به اندازه مهم بوده که الله سبحانه و تعالی طبق اعتقاد علمای شیعه، طبق اعتقاد شیعه اثناعشری، الله سبحانه و تعالی غضب میکنه بر پیامبر وقتی پیامبر تأخیر میکنه در ابلاغ امامت در غدیر خم، قبل از واقعه غدیر خم. الله سبحانه و تعالی ناراحت میشه. ما کلیپ یکی از آخوندا رو پخش کردیم که خدا گفت که ای محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی طوری با پیامبر برخورد میکنن علمای اینها در کتابهاشون، در منبراشون، که انگار پیامبر صلی الله علیه و سلم یک شخص عادی است. درست. ای محمد ابلاغ بکن قضیه امامت رو. اگر امامت رو ابلاغ نکنی اصلا دین تو ابلاغ نکردی، اصلا رسالت تو ابلاغ نکردی. در کتاب کشف الاسرار خمینی تهمت ترسیدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم میزنه که میترسید قضیه اون، نمیخواست اصلا پیامبر ابلاغ بکنه اینو اونطوری که نازل شده بود.
خب این با این اهمیت خیلی میباشید، با این اهمیتی که امامت داره الله غضب میشه بر پیامبر اینو میاد ابلاغ میکنه، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر اینو ابلاغ نکنی ای محمد تو اصلا پیامبری تو ابلاغ نکردی، رسالت تو ابلاغ نکردی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میاد ابلاغ میکنه، این همه خون دل میخوره، این همه زحمت میکشه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه خیلی راحت میاد تو گوشه خونه میشینه، میگه که انی لکم وزیرا خیر منی امیرا دعونی والتمسوا غیری، این امارت شما، این امامت شما برای من از آب بینی بز هم بی ارزشتر است. اتق الله. الله سبحانه و تعالی، البته این علی که اینو دارن معرفی میکنن اون علی نیست که ما بهش اعتقاد داریم، این علی که شیعیان دارن امروز معرفی میکنن. خب پیامبر این همه زحمت کشیده، الله سبحانه و تعالی آیات نازل کرده، تو از طرف الله به عنوان امام نصب شدی، میگی که منو ول کنید دیگری رو بچسبی؟ آیا ببخشید بازم میخواستم در رابطه با این بحث شما گفتین که یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، خداوند بر پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم خشمگین شد و غضب کرد که چرا تبلیغ رسالت یا تبلیغ وصایت و امامت علی رو انجام نمیدی. و باز هم ادعا دارن که الیوم اکملت لکم دینکم در روز قدیر، در روز قدیر نازل شد. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مکه بود و هنوز احکام و مسائل هیچ کدوم به پای تکمیل نرسیده بود، هم تمام مفسرین محدثین بر این اتفاق نظر دارن که دوران مکه پیامبر اساسا دوران توحید بود. فقط تمام انسان ها و خصوصا مردم مکه رو به طرف توحید دعوت میداد. در اون زمان وقتی که مشرکین پیش عمویش ابو طالب رفتن که دست از این کارش بکشه، هر چی میخواد بهش میدیم، پیامبر گفت اگه خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار بدید، با اون که هیچ حکمی هم مثل روزه، مثل نماز، مثل هیچ چیز نازل نشده بود، پیامبر دست از این کارش نکشید، فحش و ناسزا مشرکین رو متحمل شد. ایذا و اذیتی که به خودش رسوندن، به یارانشون رسوندن، هم رو برداشت کرد. چگونه شخصی مثل علی که وصایت و امامتش از طرف خدا به تعبیر شیعه ثابت شده و نازل شده، چگونه رفت گوشه خونه نشست با اون که میگن الیوم اکملت لکم دینکم، دین اکمال شد، تبلیغ دین شد، آیه تبلیغ که میگن یا رسول بلغ در رابطه با علی نازل شد. با این وجود علی امامت رو گذاشت کنار، قرآن را 3 روزه تو خونش جمع کرد و دست نوهاش داد تا به امام زمان رسید، قرآن ضایع شد، احکام اسلامی ضایع شد. همه این اتفاقها افتاد تا حکومت دست به تعبیر خمینی چند تا، البته این تعبیر خمینی از اهل سنت و همچنین غیر هیچ کس دیگه نیست، دست چند تا چپاولگر. همه اینها سوالاتی است که باید جواب بدن کسانی که معتقد به امامت هستند. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به اون امامتی که امروز شیعیان بهش معتقد هستن اصلا معتقد نبود. اگر معتقد می بود با این وضعیتی که اینا بیان میکنن در مورد جدیت قضیه امامت، باید سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ولو که تنها هم میماند باید در مقابل کسانی که این حق الهی رو از او غصب کرده بودند باید چیکار میکرد؟ قیام میکرد. حالا ما این بحث جداگانه ای هست، بحث امامت و بحث این تناقضاتی که در این مذهب وجود داره. ما برمیگردیم رو قضیه تکفیر مخالفین. درست. شما فرمودید که فقط اهل سنت رو تکفیر میکنن، ما گفتیم نه، همه رو تکفیر میکنن بدون استثناء، هر کسی که مخالفشون باشه. من قبل از اینکه دلایلی از کتب شیعه رو نشون بدم طبق روال برنامه، کلیپی رو داریم از یکی از علمای شیعه، این که جدیداً هم خیلی سر و صدا کرده در بین مراجع شیعه و امید است که الله سبحانه و تعالی این رو هدایت بده به راه توحید یکتاپرستی. دوستان عزیز اگر صدا و تصویر رو داشته باشن من این کلیپ رو پخش بکنم و جمله هاش رو ترجمه بکنم برای عزیزان. کلیپی است که خیلی جدیداً سر و صدا کرده در شبکه ها. إذن أعزائي يكون في علمكم لا يوجد أحد من علماء الإمامية لم يحكم بكفر غير الشيعة بلا استثناء. میگه عزیزان من، هیچ عالم شیعی وجود ندارد که مخالفین خود را تکفیر کرده باشد بدون استثناء. یعنی همه بلا اصلا تکفیر میکنن، هیچ کس وجود نداره تکفیر نکنه. یک عالمی وجود نداره که
مخالفین شیعه رو تکفیر نکرده باشه. درست. اگر عالمی هم وجود داشته باشه که مخالفین شیعه رو تکفیر نکرده باشه، این شخص عالم شیعه نیست، اصلا شیعه نیست. درست. خودشون میان تکفیرش میکنن، به عنوان یک عالم قبولش ندارن و این شخص عادی نیست. این کسی است که در شبکه الکوثر، شبکه عربی زبان ایران که زیر نظر مراجع قم اداره میشه و این شبکه کارش مثل شبکه ضلالت، شبه افکنی و تلبیس و خیانت بود و این شخصی که از کارشناسای معروف این شبکه بود که الله سبحانه و تعالی خواست که این شخص بیاد و حقیقت درون اینها رو برای مسلمان ها آشکار بکنه. ادامه این کلیپ رو میشنویم یک بار دیگه. من این قسمت اذن اعزائي يكون في علمكم لا يوجد احد، میگه لا یوجد احد، هیچ عالمی وجود نداره، یکی هم وجود نداره که من علماء الاماميه لم يحكم بكفر غير الشيعه، از علمای امامیه که به کفر غیر شیعه حکم نکرده باشه، بلا استثناء، بدون بلا استثناء. نعم الفارق بينهما في امر واحد وهو انه بعضهم حكم بكفر المخالفين ظاهرا وباطنا، وبعضهم حكم باسلامهم ظاهرا وكفرهم ماذا؟ والا اجماع على كفرهم ماذا؟ الباطن. نکته جالبی رو اشاره میکنه، میگه تنها فرقش اینه که عده‌ای اومدن گفتن کفر ظاهری است و کفر باطنی است، عده‌ای گفتن ظاهرشان مسلمان است و باطنشان کافر است. در باطن که هر دو اتفاق نظر دارن، اتفاق نظر دارن که باطن کافر است. درست. بعضیاشون به خاطر همون آیه‌ای که من واقعا اینا رو تمثیل میکنه الله سبحانه و تعالی، اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، منافق هستن، مانند قزوینی و سبحانی و مکارم شیرازی و خامنه‌ای و خمینی و اینا همه در باطن همه ما رو کافر میدونن، همه اهل سنت رو. درست. امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد ابن حنبل همه رو کافر میدونن، همه اهل سنت رو کافر میدونن در باطن. بعضیاشون این جرأت و مردانگی رو دارند که میان میگن که بابا کافر هستن از الف تا یا، دیگه حرفی نیست. درست. این که ظاهرش اینطوریه باطنش اونطوریه، این نفاق رو ندارن بعضیاشون. بعضیاشون به خاطر هفته وحدت و به خاطر این به اصطلاح کنگره و کنفرانس تکفیری که در قم دایر کردن میخوان یک دو دستگی در بین اهل سنت ایجاد بکنن. نه خیر، کی گفته ما شما رو تکفیر میکنیم؟ شما مسلمان هستید. جناب شما بعد خیلی میبخشید، همین کسی که به شما میگه که شما مسلمان هستید، بهش بگو که تو بیا شهادت بده در جلوی دوربین، یه صدا تو بذار ما ضبط بکنیم که اهل سنت مؤمن و بهشتی هستن، اصحاب پیامبر مؤمن و بهشتی هستن. بارها من اینو تجربه کردم در برنامه، نتونستن. البته من ببخشید با کلمه اصحاب پیامبر که بگه بهشتی هستن با این موافق نیستم، چون که چندی پیش در شبکه ولایت یا همون ضلالت به تعبیر شما میگفت، ما یادم نیست که جوجه های قزوینی داشتن میگفتن یا خودش گفت که بررسی که ما کردیم در یک تحقیق که ما داشتیم حدود 10,000 یا 12,000 صحابی نفاق اینا کاری نداریم. ما عینی مثلا من بارها اینو تجربه کردم در برنامه، گفتم تو بگو که عایشه بهشتی است، ابوبکر بهشتی است، عمر بهشتی است، ما تعیین میکنیم به خاطر اینکه نفاق اینا رو به مردم نشون بدیم. جرئت ندارن و این مردانگی رو ندارن که بیان در این مورد، چون که این بر علیه خودشون استفاده میشه، چون که اونجا مورد غضب مراجع خودشون قرار میگیرن. ما ادامه این کلیپ رو میبینیم. ماكو شك فيها. هذه ما هو منشأها، ما هو أعزائي منشأها، ما هو الأساس النظري لهذا التكفير؟ هو أن الإمامة ما هي؟ إما أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب. ولهذا أعزائي بله، میگه که دلیل نظری این امر چیست که شیعیان مخالفین خودشون رو تکفیر میکنن؟ میگه یا این که امامت رو اصلی از اصول دین میدونن یا امامت رو اصلی از اصول مذهب میدونن. از این دو حالت خارج نیست. در هر دو صورت مجبور هستن که مخالفین خودشون رو تکفیر بکنن. هذه القضية يعني المنهج التكفيري في مدرسة أهل البيت غير قابلة للدفاع ورفع اليد عنها إلا بتغيير المبنى. میگه قضیه تکفیر در مذهب شیعه به هیچ عنوان ما نمیتونیم از این قضیه دفاع بکنیم
اعلان براءت بکنیم الا با تغییر مذهب، یعنی بیم مذهب رو تغییر بدیم. درسته. امامت رو انکار بکنیم، دست شیعیت بکشیم، متعه رو انکار بکنیم، خمس رو انکار بکنیم، خیلی چیزا رو انکار بکنیم که حالا ما میرسیم که حتی به خاطر کسی که اعتقاد به متعه نداشته باشه میگن که آقا این کافر است و شیعه نیست. این کلیپ انشالله ترجمه خواهد شد و به شکل مفصل در شبکه پخش میشه و همچنین تمجید و تعریفی که امثال قزوینی و غیره از این شخص کردن، کلیپ های اون هم پخش خواهد شد که در اون زمان که بهبه و چهچه میزد برای مذهب، ایشون یک عالم بودن، یک شخصیت خیلی مهم بودن، استاد بودن. الان که به اصطلاح نفاقشون رو کرده، بله داره حقیقت مذهب اینا رو داره بیان میکنه، این شخص رو میگن که این کمال حیدری به اصطلاح منحرف است و گمراه است. این حقیقتی که ایشون بیان کرد. شما جناب استاد که به گذشته برگشتین که مفید و مضر و کلینی و فلانی اهل سنت و خصوصا ائمه مذاهب عربی رو تکفیر کردن. یادتون هست که یک بیننده به شبکه ولایت زنگ زده بود و در رابطه با توسل پرسیده بود که گفت که ما علمای اهل سنت رو تکفیر میکنیم، یعنی اونهایی که توسل قبول ندارن تکفیر. وقتی رو این قضیه از شبکه‌های توحیدی پخش شد جا موند و باز انکار کرد که بازم خدا رو شد دوباره لو رفت. بله این الله سبحانه و تعالی گاهی اوقات به زبان اینها میاره بعضی چیزایی که سعی میکنن که پنهان بکنن اعتقاداتشون رو. منتها برمیگردیم رو قضیه که اهل سنت و کلا مخالفین خودشون رو تکفیر میکنن. بعضیا میگن که خب در اینجا قضیه انکار امامت برمیگرده به این که طرف حالا اتمام حجت باش نشده باشه، از روی جهالت این کار رو انجام داده باشه و عذری داشته باشه. در این مورد یکی از علمای شیعه در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال از شیخ صدوقشون که ما بهش میگیم شیخ کذوب، در صفحه 244 در این کتابش در اینجا میگه که به یکی از ابو عبدالله علیه السلام به یکی از یارانش میگه که اگر بنده‌ای عبد الله 100 عام 100 سال خدا رو بندگی بکنه بین الرکن و المقام. در کجا؟ بین الرکن و المقام، در کعبه، اون قسمتی که رکن یمانی است و مقام ابراهیم. در اینجا الله سبحانه و تعالی رو بندگی بکنه و یصوم النهار و یقوم اللیل، در طول این 100 سال شب و روز روزه و نماز ادا بکنه حتی یسقط عاجباه، تا این اندازه عبادت بکنه که ابروهاش بریزه از بس که عبادت کنه. میگه که اگر این شخص با همه این عباداتش در مورد حق ما که همون امامت ائمه است جاهلاً لحقنا باشه، در اینجا میبینید لم یکن له ثواب، برای او هیچ ثوابی وجود نداره. یعنی چی؟ همه اعمالش چی است؟ باطل است. ببینید در اینجا توضیح هم میده در روایت بعدی، میگه که این افضل ترین مکان بین رکن و مقام هست و اگر مردی در اینجا عمر نوح علیه السلام رو بکنه، یعنی نوح علیه السلام حدود 1000 سال 950 فقط دعوت داد، بله عمر کرد، اگر 1000 سال و 950 سال 1000 الا 50 950 سال بیاد در اینجا عبادت بکنه، روزه بگیره، شب قیام اللیل بکنه، همه اینا رو انجام بده و ثم لقی الله عز وجل بغیر ولایتنا لم ينفعه بذلك شيئا، الله سبحانه و تعالی رو ملاقات بکنه در روز قیامت در حالی که ایمان به ولایت ما نداشته باشه، یعنی امامت را قبول نداشته باشه، هیچ این اعمالی که انجام داده هیچ کدومش به دردش نمیخوره. پس شیعیان به خاطر چی ما رو تکفیر میکنن؟ به خاطر اهل سنت رو، وهابیت رو به قول خودشون، به خاطر همه مخالفینشون رو بلا استثناء همه رو تکفیر میکنن به خاطر اینکه کسی که یکی از امامان رو انکار بکنه یا از اعتقادات مذهبی اینا رو یکی رو انکار بکنه، این شخص در نزد آنها مسلمان نیست و این انسان جهنمی هست، مستحق آتش جهنم است. حالا شاید بعضیا بگن که خب شما دارید این روایت ها رو بیان میکنید، این مسائل رو بیان میکنید، این
ضرر داره به وحدت اسلامی. شما دارید در بین مسلمان ها اختلاف میاندازید، تفرقه میاندازید. باید وحدت داشته باشیم. ما مسلمان ها باید در فکر مشترکات باشیم. اتفاقا ما هم همین شعار رو میدیم. ما هم میگیم بیایید اتحاد داشته باشیم، وحدت داشته باشیم. اگر شما واقعا راست میگید، بیایید همین مسائل رو از کتاباتون بردارید. ما هم، علمای ما هم، وقتی که شما این کارو بکنید، اگر نیومدن و اون مطالبی رو که بر علیه شما بنابر این اعتقادات شما نوشتن بر نداشتن، در اون صورت میتونید بگید که علمای ما مخالف وحدت هستن و وحدت نمیخوان. منتها اعتقادات شما از این مسائل خیلی بالاتر است. شما از ما میخواهید که ما از همه چیز دست بکشیم، از همه چیز، از خدایمون، از پیغمبرمون، از ابوبکر، از عمر، از همه چیز، از امهات المؤمنین، از همه چیز دست بکشیم. شاید تعجب بکنید چرا از خدا و پیغمبر ما باید دست بکشیم؟ چون این خدایی که ما بهش اعتقاد داریم، پیغمبری که ما بهش اعتقاد داریم، اون خدا و پیغمبری نیست که اونا بهش اعتقاد دارن. این رو ما نمیگیم، علمای ما نمیگن، اینو خودشون میگن. درست. ببینید در این کتاب الانوار النعمانیه مال نعمت الله جزایری است، در مطبوعات العالمی للمطبوعات در بیروت لبنان چاپ شده، جلد 2 صفحه 278. در پایان این صفحه در اینجا اومده یک سری روایات رو بیان کرده و حاصله، در اینجا میگه نتیجه و حاصل این روایات چی است؟ این ما، یعنی شیعیان اثناعشری، لم نجتمع معهم على اله ولا على نبی ولا على امام. میگه ما با مخالفینمون، با اهل سنت، نه خدای ما یکیست، نه در خدا با آنها شریک هستیم، نه در پیغمبر با آنها شریک هستیم و نه در امام. و ذالک، حالا داره توضیح میده، و ذالک میگه این به خاطر این که انهم یقولوا ان ربهم هو الذي كان محمد صلی الله علیه و سلم نبیه و خلیفته بعده ابوبکر. میگه به خاطر اینکه خدای اونها اون خدایی است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبرش هست و خلیفته بعده ابوبکر، و خلیفه بعد از این پیامبر کی است؟ ابوبکر. و نحن لا نقول بهذا الرب. درست. ببینید میگه، توجه کنید خیلی این کلمه مهم هست. و نحن لا نقول بهذا الرب، ما این خدا رو قبول نداریم، ولا بذلك النبی، و نه این پیامبر رو قبول داریم. بل ان رب الذي خلیفت نبی و ابوبکر لیس ربنا. میگه اون خدایی که خلیفه و جانشین پیامبرش ابوبکر باشه، این رب ما نیست. ولا ذلك النبی نبینا، و نه این پیامبر ماست. دیگه چی میمونه؟ استغفر الله. میگفتید که حالا قبله ما یکیست، پیامبر ما یکیست، ما با هم دیگه باید وحدت داشته باشیم. سید نعمت الله جزایری که همایش بزرگداشت سید نعمت الله جزایری در ایران برگزار میشه و آقای خامنه‌ای پیام ویژه و خاص میفرسته، این شخص میگه که ما با اهل سنت نه در الله مشترک هستیم، نه در پیغمبر مشترک هستیم، نه در امام مشترک هستیم، و پیغمبری که اون اللهی که جانشین پیغمبرش ابوبکر باشه، اون الله پروردگار ما نیست و اون پیامبر ما نیست. خب الان شما بگید عزیزان بیننده که آیا میشه با این جماعت وحدت داشت؟ آیا میتونیم با این اشخاص ما بگیم که اتحاد برقرار بکنیم؟ که حتی اون خدا و پیغمبری که ما بهش اعتقاد داریم، یکی از استوانه های علمی شیعیان به این پروردگار و به این پیامبر اعتقاد ندارن. مخالفت عموم مسلمان ها، همه اهل سنت بلا استثناء، همه اگر که به امامت اعتقاد نداشته باشن و به امامت یکی از ائمه رو انکار بکنن، همه اینا کافر هستن. مثلا در کتاب اصول کافی، دوستان اگر نشون بدن، جلد 1 و 2 در صفحه 348، در اینجا در باب 201 باب دعایم الاسلام روایت 1490 در اینجا میگه که عن ابی جعفر علیه السلام قال
از امام محمد باقر روایت شده که ایشون گفت بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا شده: علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایه. بر هیچ چیزی ندا داده نشده، تاکید نشده مثل آن که بر ولایت تاکید شده. یعنی ولایت مهمترین چیز است. یک نکته رو اینجا آقای طاهری اگر متوجه شده باشید، یک چیزی کم هست در این ارکان اسلام، متوجه شدید؟ مسئله خیلی مهم. یا مشغول بودید شما؟ من مشغول داشتم دو کتاب. ببینید در اینجا میگه که بنی الاسلام علی خمس: علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. یک چیزی ناقص است. اول کلمه شهادت ظاهرا نگفت. اصل دین است. ببینید میگه که اینو از کی روایت میکنن؟ این تهمت رو به کی میزنن؟ به امام محمد باقر میزنن که یکی از علما و ائمه اهل سنت هست. ما روایات های فراوانی از ایشون داریم در کتابمون. در اینجا میگه دین اسلام بر 5 چیز استوار هست. اصل دین رو که شهادتین هست، کلمه توحید هست، میگه دروغ حافظه نداره. موقعی که خواست این یکی رو انداخته، اصل روایت درست است. بنی الاسلام علی خمسه، روایت است که از پیامبر روایت شده. منتها اینجا خواسته یک چیزی رو اضافه بکنه، ولایت رو اضافه بکنه. مجبور بوده یک چیزی رو کم بکنه از اینجا. چیکار کرده؟ مجبور بوده که شهادتین رو کم کرده، کلمه توحید رو کم کرده. کلمه توحیدی که به وحدان میگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یعنی مهمترین رکن دین رو حذف کردن، برداشتن، به جاش چی رو آوردن؟ به جاش قضیه ولایت و امامت رو آوردن. و در رابطه با این که شما کلیپی که نشون دادین از آقای حیدری، کمال حیدری نشون دادین در رابطه با اینکه کل بحث برمیگرده بر روی امامت، من دوست داشتم یک مدرک از آقای مجلسی نشون بدم، اگر اذن لطف کنن تصویر بهارالانوار رو بیارن. بهارالانوار بازم اینو میشناسم، یک کتاب که در ایران چاپ شده، چاپخانه دفتر تبلیغات ایران، قم المقدسه، ارم 4 پلاک 135، شماره تماس نوشته، چاپ اول سال 1388. این قسمت در اینجا در صفحه این کتاب 783 و اما جلد این کتاب جلد 27 که اینجا کنار مشاهده میکنین، جلد 27 صفحه 239 در چاپ‌های قدیم روایت رو آورده که به پیامبر اینجا نسبت داده. حالا ابو جعفر رو بذارین کنار، گفته قال رسول الله صلی الله علیه و سلم التارکون ولایت علی المنکرون لفضله المظاهرون اعداءه خارجون عن الاسلام من مات منهم على ذلك. کسی که تارک ولایت علی باشه، نه ولایت علی رو قبول نداشته باشه، حتی طبق حدیث یا خطبه نهج البلاغه خطبه 92 گفتیم که دعون والتمس و غیره. خب سیدنا علی اگر قبول می‌داشت حقیقت میگفت اصلا اول با ابوبکر عمر می‌جنگید، همونطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشرکین مکه جنگید و نذاشت. اما در اینجا می‌بینید که چی گفته؟ التارکون ولایت علی، آخرش میگه خارجون عن الاسلام، از اسلام کاملا خارجن. این عقیده شیعه هست در رابطه با اهل سنت. و اما اگر ایزان لطف کنن بازم بهار رو نشون میدن در رابطه با بقیه فرقه های شیعه. میخواستم یک مدرک نشون بدم، فقط یک نکته دیگه من خواستم اینجا اشاره کنم. بهار این چاپش 1983 جلد 37 در صفحه 34 در رابطه با زیدی میگه. اینجا بحث حدیث نیست که ضعیف و قوی و موثق و موثوق و غیره باشه. که سألت ابا عبدالله عن الصدقه علی الناصب. عمر ابن یزید میگه که از ابا عبدالله پرسیدم صدقه بر ناصب چگونه است و بر زیدیه. ناصب که همون سنی میشه، زیدی هم که یکی از فرقه های شیعه هست. فقال لا تصدق علیهم بشیء، هیچ چیزی به اونها صدقه نده. ولا تسقهم من الماء ان استطعت، حتی به اونها آب ننوشان اگر توان اینو داشتی. و قال لی، راوی میگه که ابو عبدالله من گفت که از زیدیه هم النصاب، زیدی همون نصاب هستن. و در پایین که قول خود آقای مجلسی است در کتابش ذکر میکنه، میگه اقول کتب اخبارنا مشحونه بالاخبار الداله علی کفر زیدیه. اگه یادتون باشه جناب استاد این نکته رو میخواستم بگم، دقیقا همین عباراتی که و کلماتی که اینجا آورده، کتب اخبارنا مشحونه بالاخبار الداله، در جلسه قبل تو جلد 30 ما آوردیم که علی کفر ابی بکر و عمر با همین عبارات.
درست. در این قضیه فرق شیعه که همونطوری که عرض کردم وقتی که ما انشالله در جلسات بعدی بیایم رو قضیه فرق شیعه هم صحبت بکنیم که هم دیگر رو تکفیر میکنن، یکی دیگری رو تکفیر میکنن و جهنمی میدونن، مفصل در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما نکته که اشاره کردید که غیر مخالفین خودشون رو همه رو کافر میدونن و مسلمان نمیدونن، اینو صراحتاً ببینید در این کتاب مصباح الفقاه ما بارها اینو نشون دادیم. در این کتاب در صفحه 497 در اینجا میگه که ثبت فی الروایات، در روایات ثابت شده که والعدیه و زیارات، در کتاب‌های دعا و زیارتشون که شاید بعضیا بگن که خب در عربستان سعودی میان این کتاب مفاتیح الجنان رو از حجاج میگیرن و اذیت میکنن، نمیذارن این کتاب، به خاطر اینکه کتاب‌های شما طبق اعتراف علماتون مملو از تکفیر مسلمان هاست. تو میای در کشور من به تو احترام میگذارم، بهت ویزا میدم، به جا، مکان، خوراک، همه چیز احترامت هم میذارم، اما تو در دستت کتابی رو گرفتی که در اون کتاب من رو کافر میدونی. چه توقعی داری از من؟ بگم دست درد نکنه؟ بله. میگه که در روایات و ادعیه و زیارات ما ثابت شده که جواز لعن المخالفین، مخالفین خودمون رو لعن بکنیم. گفتیم که اینا هر کسی که مخالف باشه اینو تکفیر میکنن. وقتی که لعن کردی یعنی اون رو مستحق جهنم دونستی، خلاص دیگه قضیه تموم شده. وقتی کسی تو میخوای لعن بکنی دیگه راهی برای برگشتش نیست. و وجوب براء منهم، و واجب بودن این که ما از آنها اعلان براءت بکنیم، و اکثار سب علیهم، فوش زیاد بهشون بدیم. این عجیبه که اکثار گفته، کلمه اکثار خیلی، این تنها مذهبی است در دنیا که در این مذهب شما با فوش دادن به الله نزدیک میشید. والعیاذ بالله. اینایی که میبینید در شبکه‌ها زنگ میزنن، فوش میدن، توهین میکنن، در حقیقت دارن چیکار میکنن؟ مثل اهل سنت که میرن در مسجد میرن نماز میخونن، تلاوت میکنن، قرآن میخونن، اینا دارن با این فوش دادناشون قربتاً الی الله دارن به الله نزدیک میشن. البته اون الهی که در اون کتاب نعمت الله جزایری گفت که البته خدای اونا خدای ما نیست طبق اعتقاد خودشون. و اتهامهم، تهمت بهشون بزنید. یعنی حتی کمونیستا، ملحدا، اونایی که در جنگل‌های آمازون زندگی میکنن، اونایی که هنوز از تمدن بیخبر هستن و با همون آلت بدایی دارن زندگی میکنن، حتی در نزد اونها هم تهمت زدن به افراد قبیله خودشون جرم محسوب میشه. اما تنها دین و مذهبی که تهمت زدن به مخالف عبادت هست، جواز داره، بلکه زیاد باید تهمت بزنن، دین شیعه است. والبقیت فیهم یعنی غیبتهم، لانهم من اهل البدع والریب، به خاطر این که از اهل بدعت و ریب هستن. بل لا شبهه فی کفرهم، مخالفین ما اصلا شبهه‌ای نداریم که اونا کافر هستن. ای کاش میگفتن که بلکه اونها کافر هستن، شاید که بعضیاشون مسلمان باشن. لا شبهه فی کفرهم لان انکار الولایه والائمه، ببینید در اینجا خیلی مهم هست این مسئله، لان انکار الولایه والائمه حتی واحد منهم، انکار ولایت و انکار ائمه، حتی یکی از آنها، و الاعتقاد به خلافت غیرهم، اعتقاد به خلافت غیر از ائمه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان رو شما خلیفه بدونید، و بالعقاید الخرافیه کالجبر و نحوه یوجب الکفر و الزندقه. اینا اعتقاد داشتن به عقاید غیر شیعه مانند عقاید خرافی، یعنی میگن 30 روزی طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی. حالا این عقاید مخالفینشون شده عقاید خرافی. عقاید اینا ماشاءالله تبارک الله خیلی عقاید پاک و شفاف هست. بعد میگه اینا چی میکنه؟ واجب میکنه کفر و زندقه رو. دقت بکنید در اینجا، یوجب الکفر و زندقه و تدل علیه الاخبار المتواتره، و دلالت میکنه بر این اعتقاد ما چی؟ اخبار متواتر ظاهری که فی کفر منکر الولایه، در کفر منکر ولایت ائمه، و کفر معتقد بالعقائد المذکوره و ما ينسبهما من الضلالات، و کفر کسایی که به این عقایدی که قبلا ذکر کرده اعتقاد داشته باشه. در ادامه همین کتاب از قول امام که میگه در زیارت جامعه هم اومده، من جحدکم کافرون، کسی که شما را انکار بکنه کافر است. درست. مطلق کافر است. و قول علیه السلام فیها ایضا و من وحده قبل عنکم. ببینید در اینجا میگه که ان من لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك بالله العظیم. تر تفسیر میده اون قول امام رو که در زیارت اومده. میگه که کسی که
انکار بکنه، یکی از شما را قبول نکنه، مشرک است به الله سبحانه و تعالی. تعریف جدیدی از شرک. 100 تا خدای دیگر رو بیار کنار خدا قرار بده، اعتقاد به این داشته باش که مثل اون آخوندی که میگه خدا 14 تا خدا مثل خودش آفریده که همه صفات خدایی رو دارند، اینا شرک نیست. اما شما اگر یکی از امامان رو انکار بکنی چی میشی؟ شما مشرک میشی به الله سبحانه و تعالی. این اعتقاد علمای شیعه هست، اعتقاد استوانه های علمی اینها هست، اعتقاد مراجع اینا هست و هیچ عالم شیعی وجود نداره که غیر از این چیزو اعتقاد داشته باشه. بلکه این یک حقیقتی است که بارها ما گفتیم. حالا ناصبی رو در اینجا ذکر میکنه. عجیب است که شما اینو از کتاب آقای خویی آوردین. آقای خویی هم که نیاز به تعریف نداره، همیشه مثل الفقها بود فکر کنم. بله. کتاب آقای خوییه. بله. و در موتوری که قبلا هم نشون دادیم، وقتی که اینا کلمه ناصبی رو ذکر میکنن، فکر نکنید که ناصبی یک موجود عجیب و غریب دیگری است که در بین کائنات وجود داره. درست. ناصبی همان سنی هست، همان که اعتقاد به خلافت ابوبکر و عمر داشته باشه، این انسان ناصبی هست و کافر هست، مرتد هست و مستحق آتش جهنم هست. خب جناب استاد، اگر با هم یک میان برنامه ببینیم و بعد هم در خدمت بینندگان عزیز باشیم با ادامه مبحث که بازم ظاهرا این هفته تموم نمیشه و در این جلسه شاید به جلسات دیگر هم بکشه. خب بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم، باز هم با شما خواهیم بود با همین بحث شیعه و تکفیر. کافر دانستن یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شب اول گفتم، شب آخرم باز تکرار میکنم. آجان یا امیر المؤمنین، شما در زمانتون کسی نبود سوال کند هی فرمودید سلونی قبل ان تفقدونی، ولی مردم در تب جاهلیت میسوختن، نمیفهمیدن علی کیست. ملتی که فرق بین امیر المؤمنین رو با کس دیگری که بهری از علم و عدالت و فضل و شرف نبرده است نمیداند، تکلیف این مردم معلومه. مردمی که علی رو رها کنن و به کسانی پناه ببرن که یک چشم به هم زدن اسلام رو قبول نکردن و نه توحید قبول داشتن، نه باور داشتن قیامت و نبوت را. این مردم پیداست چی کارن. آقا جان اون موقع کسی نبود از شما بهره ببرد. برادران و خواهران گرامی، همان گونه که مشاهده نمودید حجت الاسلام دانشمند همانند دیگر علمای شیعه صفوی به راحتی شاگردان مکتب رسول الله و تربیت شدگان مدرسه وی را از دایره اسلام و توحید خارج می‌گرداند، بدون آنکه ذره‌ای بیندیشد که چگونه ممکن است شاگردان آخرین و برترین پیامبر و آخرین و کاملترین دین آسمانی این گونه خائن و منافق و دنیا دوست باشند و بدین پشت پا زنند، حالان که الله رضایت جاودانه خیش را از آنان اعلام نموده است. آقای حجت الاسلام دانشمند، آیا کسانی که شما آنها را کافر می‌دانید از مهاجرین و انصار نبودند و الله متعال بارها آنان را تمجید ننموده و از آنان راضی نبوده؟ پس چرا این گونه آن بزرگواران را کافر می‌پندارید؟ یا شاید نعوذ بالله ادعا دارید که از الله از پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از زیر آن جویبارها روان است و جاودانه در آن میمانند. این است از رحمت خیش دور می‌کند و برایشان عذاب خار کننده ای آماده کرده است. و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی آنکه مرتکب گناهی شده باشند میآزارند، بدون تردید
تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیده‌اند. با شخصیتی برجسته و فقیهی گمنام خواندن. امیدوارم که آقای رهبر، ممنون عزیزان، فقط میخواستم دیدیم بگه هم فقیه برجسته هستن و همچنین که اینجا نشه به تالیفات وی در حوزه حدیث و شروحی که بر احادیث نگاشته توجه بیشتر صورت پذیرد. ممنون از دوستان عزیز. آقای نعمت الله جزائری که یکی از به تعبیر رهبری از فقهای گمنام شیعه و همچنین کسی است که در حوزه حدیث شروحاتی بر حدیث نوشته، ایشون رو گمنام معرفی میکنه. اون کسی است که خدای اهل سنت رو غیر از خدای شیعه میخوند. اما جای تعجب نیست، این حرف آقای خمینی هم هست. آقای خمینی هم بنیانگذار جمهوری آخوندی ایران این حرف رو گفته. اون وقت که آقای انصاری به هم گیر دادن که کجا بودی، من داشتم تو کتاب آقای خمینی کمی سرچ می‌زدم. دوستان اگر لطف کنن صفحه مانیتور منو ببرن، کشف الاسرار آقای خمینی در صفحه 107. از این کتاب عکس نگرفتم، کاملا کتاب پیشم موجوده. صفحه 107 وقتی وسط صفحه میاد اینجا میگه، در این قسمتی که علامه زدم، این قسمت میگه ما خدایی را پرستش میکنیم و میشناسیم که کارهایش بر اساس خرد پایدار و به خلاف گفته های عقل هیچ کاری نکند، نه آن خدایی که بنای مرتفع از خداپرستی و عدالت و دینداری بنا کند و خود به خرابی آن بکوشد و یزید و معاویه و عثمان و از این قبیل چپاولچی های دیگر را به مردم امارت دهد. اینجا هم در حقیقت میخواسته سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان ابوبکر رو هم بگه، اما بحث همین از این قبیل بر اونها دلالت میکنه. یعنی آقای خمینی هم بر همین عقیده آقای جزائری است که میگه ما اون خدایی را قبول نداریم که افرادی چون یزید و معاویه و عثمان را بر مردم حکمران قرار دهد و تکلیف ملت را پس از پیغمبر خود برای همیشه معین نکند. ممنون از دوستان عزیز. فقط میخواستم اینو بگم که قول آقای نعمت الله جزائری تنها نیست، اگرچه اون ابراز کرده در کتابش نوشته، اما علمای دیگه شیعه هم که این حرفو ننوشتن و اگرچه آقای خمینی نوشته، عقیده همشون همین است که خدای اهل سنت با خدای شیعه به تعبیر اونها فرق داره. خب جناب استاد، در رابطه با بحث تکفیر بود و بعد ما همونطور که بینندگان هم میدونن که وقتی هم به بینندگان بدیم، دوست دارم که اگر در رابطه با همین تکفیر مطالبی هست، نکاتی مدارک هست، باز هم ارائه بدیم که بینندگانی که نمیدونن یا باز هم لجوج هستن یا کسانی که تازه وارد بحث شدن باز هم ببینن. ببینید، ما از شروع برنامه گفتیم که شیعیان همه مخالفین خودشون رو ناصبی میدونن و هر کی که ناصبی است به مجرد اینکه وارد این تعریف بشه جهنمی، زندیق، کافر، مستحق آتش جهنم است. این مطلب رو در کتاب نتایج الافکار، یکی از کتب معروفشون، در اینجا میگه که در صفحه 234 میگه که والمستفاد من الإراد هذا هو أن النواصب مطلق المخالفين لا طائفة خاصة منهم على ما أفاده المحقق من تفسير الخوارج بهم، که اینجا مقصود از محقق بهرانی است، محقق معروفشی. پس ما بر این تاکید داریم که مخالفین خودشون رو بالاجماع تکفیر میکنن به خاطر عدم قبول امامت، به خاطر عدم قبول متعه، به خاطر عدم قبول تقیه هم البته هست. یعنی خلاصه اگر اعتقادات شیعه رو کسی انکار بکنه، این شخص چی است؟ از جمله نواصب است. مثلا در الرسائل الاعتقادیه دوستان عزیز در صفحه 515 در این کتاب، در صفحه 515 میگه که و علی هذا التفسیر هو ان الناصب من نسب العداوه للشیعه، ناصبی کسی است که دشمنی با شیعه داشته باشه. فجل المخالفین بل كلهم من اهل النسب، عده زیادی از مخالفین بلکه همه آنها چی هستن؟
ناسبی هستن و هستن. گفتیم که وقتی کسی رو که گفتن ناسبی است دیگه تموم شد، دیگه این انسان راهی برای بازگشتش وجود نداره. ما یک روایتی بود که قبلا هم نشون دادیم، اما چون در این برنامه نیاز هست که یک بار دیگر این روایت رو نشون بدیم. این کتاب الانوار النعمانیه هست، همین سید نعمت الله جزایری که اینو ما بهش میگیم سید نقمت الله جزایری، نعمت الله نیست، نقمت الله هستین. و همین شخصی که همونطوری که شما نشون دادید در ایران براش بزرگداشت ترتیب میدن و خیلی هم مورد قبول هست در بین علمای شیعه. این سید نعمت الله جزایری در کتاب خودش الانوار النعمانیه در جلد دوم، اینم صفحه این کتاب، اینم در سال 2008 1429 چاپ شده و در بیروت لبنان. در صفحه 210 دوستان میتونن که بعداً به این کتاب مراجعه بکنن. در صفحه 210 این کتاب در جلد دوم در اینجا میاد ناسبی رو تعریف میکنه، میگه که همونطوری که در مورد احکام و احوال نواسب اومده فی بیان معنی الناسب الذي ورد فی الاخبار انه نجس. ناسبی کی است؟ نجس است. و انه شر من اليهود و النصرانی و المجوسی، و از یهودی و نصرانی و مجوسی هم بدتر است. و انه کافر است. نجس است به اجماع علماء الامامیه رضوان الله علیهم، به اجماع علمای امامیه. همون حرفی که کمال حیدری لحظاتی پیش گفت، اجماع علمای امامیه بر این است که ناسبی بدتر از یهودی و نصرانی و مجوسی هست و کافر نجس هست. این تعریف رو دوستان در ذهن خود داشته باشن. این تعریفی است که از ناسبی اجماع علمای شیعه از ناسبی دارن. در باب نجاست و طهارت در کتابهاشون مفصل در این مورد بحث کردن، مانند کتاب طهاره خمینی که در جلد سومش ما در برنامه قبلی نشون دادیم که میگه که ولو اینکه عایشه و طلحه و زبید ظاهرا نجس نباشن اما از خوک‌ها و سگ‌ها نجس‌ترن. اینو خمینی میگه در کتابش. اونم در کجا؟ در باب بررسی عقیده امامت نه، در کتاب طهاره، در کتابی که کتاب فقهی است، مسئله وضو و طهارت و غسل و جنابت و آب پاک. در اون کتاب میاد این مسئله رو مطرح میکنه. یکی از علمای اهل سنت جالب بود، میگه از ایشون دعوت کرده بودن که کنفرانس تقریب است و اهل سنت و شیعه بعد نزدیک باشن اینا. میگه به من گفتن که در مورد تقریب فقهی اهل سنت و شیعیان شما بررسی بکنید و یک سخنرانی در این کنفرانس تقریب، همین تئاتری که برگزار میکنن در ایران، در اینجا صحبت بکنید. ایشون میگه وقتی که من رفتم در هر کتاب فقهی اولین بابی که مورد بحث علما هست باب طهارت هست. چون هر عبادتی که بخوای انجام بدی قبل از اون باید وضو بگیری، طهارت بگیری. میگه رفتم در باب طهارت کتاب‌های فقهی اینا دیدم که در همین اول کتاباشون نجاست اهل سنت رو حکم کردن که اهل سنت نجس هستن. میگه همونجا کتابا رو بستم، گفتن نه تقریبی نه وحدتی. من چطور با شما تقریب بکنم که از همون اول کتاباتون ما رو نجس میدونید؟ از تقریبی کتاب فقهی وجود نداره. حالا این تعریفی که ناسبی بدتر از یهودی و نصرانی و مجوسی هست و کافر نجس است و اجماع علمای امامیه، دوستان عزیز اگر اینجا زوم بکنن که ببینن، و اجماع علمای امامیه رضوان الله علیهم که اکثرا کافر و نجس هستن. این اجماع علما. ببینید و در اینجا میگن که وان المراد به من نسب العداوه لآل البیت محمد و تظاهر ببغضهم. این یک قضیه است که خودشون هم نتونستن، خودشون هم قانع نشدن و نتونستن مخالفین خودشون رو قانع بکنن. درست. این قضیه الان ما میریم به صفحه بعدی. در این صفحه‌ای که در اینجا میاد یکی از نمونه های نواسب رو برای ما معرفی میکنه. تعریف ناسبی رو دیدیم، کافر است و نجس است و بدتر از یهودی و نصرانی است و خلاصه تعریفی که خودشون دارن. در صفحه 211 در اینجا چی میگه؟ این صفحه 211 همین کتاب هست. در اینجا میاد میگه که از علامات ناسب از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که از علامات ناسب این است قد روی عن النبی صلی الله علیه و سلم ان علامت النواسب تقدیم غیر علی علی.
درست. میگه از علامات نواسب این است که غیر علی رو بر علی افضلیت بدن. اجماع اهل سنت بر این است که ابوبکر و عمر و عثمان بر علی افضل هستند. پس همه اهل سنت ناسبی هستند و همه اهل سنت بدتر از یهود و نصارا و مجوس هستند و همه اهل سنت کافر نجس هستند. همین یک صفحه فقط فرق است بین تعریف نواسب و این روایتی که در اینجا ذکر میکنه. یکی از نمونه های این نواسب رو میاد معرفی میکنه، میگه و یؤید هذا المعنى ان الائمه علیهم السلام و خواصهم، میگه این حرفایی که این تعریفاتی که ما کردیم درست تایید میکنه حرفای ائمه و یاران ائمه، اونایی که یاران خاصشون بودن که چیکار کردن؟ اطلقوا لفظ ناصبی علی ابی حنیفه و امثاله، درست که لفظ ناصبی رو بر امام ابو حنیفه رضوان الله تعالی علیه و امثال ایشان اطلاق کردن. یعنی در نزد شیعیان اثناعشری امام ابو حنیفه که این همه دم میزنن که آهای مذهب حنفی و ما با حنفی مشکل نداریم، ما با سلفی مشکل داریم، امام اعظم رضی الله تعالی عنه در نزد شیعیان اثناعشری کافر نجس هست، درست والعیاذ بالله، بدتر از یهودی و نصرانی و مجوسی هست. درست. و اینکه تظاهر میکنن که ما با حنفی و مشکل نداریم، این تقیه و دروغ و نفاقی است که جزئی از مذهبشان است. روایت دارن که 19 دین تقیه، 9 دین تقیه است. دین شیعه را اگر 10 قسمت بکنی 9 چیه؟ تقیه است. 1 دهمش بقیه عقیده. حالا این ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه رو ناسبی کردن، یعنی و گفتن که این کافر نجس است. حالا حکم این ناسبی چی است مانند ابو حنیفه و غیره؟ ببین در اینجا میگه که، و اینجا یک روایت دیگر هم داره که از سید مرتضی و ابن ادریس قدس الله روحهما و بعد المشایخ المعاصرین به نجاست المخالفین كلهم نظرا الى اطلاق الكفر و الشرك علیهم فی الكتاب و السنه، به خاطر اینکه اونها کافر و مشرک هستند در کتاب و سنت، کتاب و سنتی که اینا بهش اعتقاد دارن، پس همه مخالفین ما چی هستند؟ نجس هستند. حالا اینجا حکم ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل و من و شما و اهل سنت همه چیه؟ الثانی فی جواز قتلهم، جایز است که اینها رو بکشید و استباحت اموالهم و استباحت اموالهم، یعنی مال اینها برای تو مباح است به هر شکلی که غنیمت هست بگیر، خمسش هم برای آیت الله مکارم شیرازی و سبحانی بفرست. ببین میگه وقد عرفت ان اکثر الاصحاب ذکروا للناس بذلك المعنى، من فهمیدم متوجه شدم که اکثر اصحاب ائمه این معنی را در مورد ناسب در فی باب الطهارات و النجاسات و حکم عندهم کالکافر الحربی و حکم ناسبی، حکم امام ابو حنیفه در نزد اونها چیست؟ مثل کافر حربی، کافری که شما احسن باش میجنگی، با در حالت جنگ هستی، مثل یک آمریکایی که الان مسلمان‌ها باش در حالت جنگ هستن. ابو حنیفه در نزد شیعیان همین حکم را داره. من شما همه اهل سنت این حکممون هست در نزد. به خاطر همین است که هر موقعی که به قدرت رسیدن مانند عراق، مانند سوریه، قدرت دستشون اومد، دریغ نکردن از قتل اهل سنت، درست، از چپاول اموال اهل سنت، از تجاوز به زنان اهل سنت. اینو تاریخ ثابت کرده. همین تاریخ معاصر خودمون در عراق، در ابو غریب و در بیجی و در جای دیگه که جنایاتی که انجام دادن. بله. در اینجا روایت دیگری از شیخ طائفه نور الله مرقده، ما میگیم کشف الله سره، در باب خمس غنائم در کتاب تهذیب با سند صحیح، توجه کنند دوستان، با سند صحیح از عن مولانا الصادق، از امام جعفر صادق علیه السلام به دروغ روایت میکنه که خود مال الناصبی حیث ما وجدت، مال ناصبی رو، مال ابو حنیفه و امثال اینها رو هر جایی که پیدا کردی بگیر. درست. و بعث الینا بالخمس، خمسش هم برای ما بفرست. خیلی عجیبه. مالشو بگیر، خمسش هم برای امام بفرست. یعنی در این زمان هم ناصبی رو بکش، هر بلایی میخوای سرش در بیار، المهم خمسشو بگیر، چون جیب آخوند خالی نمونه. بعد در صفحه بعدی یک روایتی داره، اینجا خیلی این روایت جالبه، در صفحه 212 ما 210 تعریف ناسب، 210 نمونه از نواسب که امام ابو حنیفه رو ذکر کرده بود، 212 داستان خیلی جالبی است.
میگه که اولا در پاراگراف اول در اینجا در همین صفحه 212 میگه که اما اینجا که بعضی میگن که مسلمان هست، مثل قزوینی میگه بله اهل سنت مسلمان هستن، ما با اینا مشکلی نداریم، برادران مسلمان ما هستن، عزیزان ما هستن. در اینجا میگه و اما اطلاق الاسلام علیهم فی بعض روایات فللضرب من التشبیه فی المجاز، یک تشبیه مجازی بوده چون ظاهرشون به مسلمان ها میمونه، نمازی ظاهری میخونن، بله. به خاطر تظاهر ما اینا رو شکار کردیم، بهشون گفتیم که مسلمان هستن. و التفاتا الى جانب التقیه التي هي مناط هذه الاحکام، و توجه شده به جانب چی؟ تقیه. همون گفتیم که 9/10 دین شیعه چی است؟ تقیه است، یعنی دروغ، یعنی نفاق، یعنی دروهی. درست. به ظاهر بیان به شما بگن مسلمان، در باطن میگن که شما کافریت و مستحق جهنمید. درست. در اینجا عزلی ابن یقطین که وزیر هارون الرشید هست، این روایتی رو از ایشون نقل میکنه که ایشون یکی از وزرای خلیفه مسلمین، خلیفه عباسی هارون الرشید رحمت الله علیه بود که شیعه بود، تظاهر به سنیگری میکرد و کسانی که امروز در حکومت‌های اهل سنت، در کشورهای اهل سنت این آخوندهای شیعه رو به عنوان وزیر، به عنوان معاون وزیر، به عنوان استاندار، به عنوان والی تعیین میکنن، این روایت رو بشنون که اینها در هر جایی که به قدرت رسیدن، چه در ظاهر چه در باطن، چه جنایاتی رو انجام دادن. میگه ایشون در زندان هارون الرشید تعدادی از مخالفین بودن. قد اجتمع فی حبسی جماعت من المخالفین و کان من خواص شیعه. این شخص خودش از خواص شیعه بود و در زندان تعدادی از مخالفین رو در اونجا زندان کرده بودن. مخالفین که میگن در کتابشون یعنی اهل سنت. فامر غلمانه و حدموا سقف المحبس على المحبوسین. نوکراشو امر کرد که سقف این زندان رو خراب بکنن رو سر این زندانیای بی پدر مادری که اونجا افتاده بودن. فماتوا كلهم و كانوا 500 رجل. 500 نفر بودن، همه رو کشت، سقف رو خراب کردشون. الان این علی ابن یقطین، این شیعه مخلص 12 امامی، این عمل رو انجام داد. الان بیچاره رو عذاب وجدان گرفته. این چقدر آدم ظریف و لطیفی بوده، این عذاب وجدان گرفته که حالا من این جنایت انجام دادم، حالا چیکار بکنم؟ چیکار میکنه؟ فاراد الخلاص من تبعات دمائهم، خاص از تبعات خون اینها خودش چیکار بکنه؟ خلاص بکنه. فارسل الى الامام مولانا الکاظم، به امام موسی کاظم نامه نوشت. فکتب علیه السلام، ایشون در جوابش چی گفت؟ بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم. اگر قبل از اینکه این کارو بکنی برای من نوشته بودی و از من اجازه گرفته بودی، بر تو چیزی نبود. درست. و حيث انك لم تقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم. حالا که این کارو نکردی، از من اجازه نگرفتی، پس تو به خاطر هر مردی که از اونها کشتی کفاره بده. به چی؟ به تیس، به یک گوسفند. به یک گوسفند کفاره بده، یعنی 500 تا گوسفند کفاره بده. و تیس خیر منه، در حالی که گوسفند از این سنی که کشتی خیلی بهتره. الان چی میگه این شخص؟ نعمت الله جزایری میگه فنظر. امین نعمت الله جزایری که خامنه‌ای میگه که یکی از علمای بزرگ علوم الهیه و فلان هست، براش همایش برگزار میکنن، میگه فنظر الى هذه الدیه الجزیله، میگه نگاه کن به این دیه‌ای که بی ارزش هست. التي لا تعادل دیه اخیم الاصغر و هو کلب الصید، که این دیه برادر کوچیک اهل سنت که سگ شکاری هست هم نمیشه. یعنی دیه یک سنی در نزد شیعیان از دیه یک سگ شکاری هم کمتره. فان دیته 20 درهما، دیه یک سگ شکاری 20 درهم است. ولا دیت اخیهم الاکبر و هو الیهودی او المجوسی، و نه برابری میکنه با دیه یهودی برادر بزرگشون. برادر کوچیک ما کی بود؟ سگ. برادر بزرگمون کیه؟ در نزد شیعه یهود و نصارا و اینا. فانها 800 درهم، 800 درهم هست. و حالهم فی الاخره اخص و انجس، و حال این اهل سنت که به دین امامی اعتقاد ندارن در روز آخرت پستر و نجستر هست. ببینید این نمونه ای هست
ما 3 صفحه از کتاب الانوار النعمانیه رو انتخاب کردیم، صفحه 210 211 212. این فجایع رو از این 3 صفحه ما در آوردیم. اگر که من بارها گفتم کتاب‌های شیعه رو خود شیعیان بیان از اول تا آخر مطالعه بکنن، همین کافی است براشون که حقیقت این مذهب براشون آشکار بشه. ما در 3 صفحه ببینید که چه فجایع و چه کلام‌های سخنان زشت و رکیکی رو نسبت به مخالفین در این دین و مذهب پیدا کرد. خب جناب استاد، من روی این صحبت‌ها که شما داشتید منم چند نکته یادداشت کردم، دوست دارم که عزیزان هم بشنون، به عزیزان هم اینها رو ارائه بدم. یکی در رابطه با تقیه اشاره کردین که گفتین 1/10 دین شیعه تقیه هست و در هفته جلسه گذاشتم در رابطه با رجعت، کسی که قائل به رجعت نباشه کافره. باز هم دوست داشتم در رابطه با همین تقیه یک نکته نشون بدم، به همین نکته که شما اشاره کرده بودین به قول کامنت بذارم، دوستان اگر لطف کنن مانیتور رو ببرن. خب این کتاب الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام که مشهور است به فقه الرضا، خب تحقیقش مؤسسه آل بیت علیهم السلام لاحیاء التراث سال 2010 چاپ شده در بیروت. در صفحه 338 در همین کتاب میگه علیکم بالتقیه، لازم است که تقیه کنید. فانه رویه یا روایت شده یا روایت کرده من لا تقیت له لا دین له، کسی که تقیه نداشته باشه دین نداره. و در ادامه میگه که تارک التقیه کافر مطلق بدون چونه، چرا بدون اینکه خواسته باشه روش دیگه کامنتی بذاره روش توضیح بده، میگه تارک تقیه کافره، کسی که تقیه نکنه کافره. حالا ادامهشو باز دوباره همین تارک التقیه کافر میگه التقیه دین منذ اول الدهر الى آخره. تقیه دین و در پاورقی 3 زده اگر نگاه کنیم دین نوشته که در بعضی نسخه هم دیگر التقیه دینی، دقت کنین، یعنی امام میگه تقیه دین من است از ابتدای آفرینش خلقت تا آخر زمان، یعنی از وقتی که انسان اومده تا آخر وقتی که انسان بره و قیامت بشه این تقیه وجود داره و کسی که تقیه نکنه کافره. حالا این در رابطه با این دقیقاً برابر با اون رجعت شد، کسی که برای رجعت قائل نباشه کافره. و باز هم در رابطه با نکته هایی که شما اشاره کرده بودیم که گفتیم که آقای نعمت الله جزایری با عنوان نمونه یکی از نواصبی ها رو گفته بود که کی است؟ امام ابو حنیفه مؤسس مذهب حنفیه. اگر دوستان عزیز لطف کنن باز هم مانیتور منو نشون بدن خیلی ممنون میشم که آقای نعمت الله جزایری گفته بود که یؤید هذا المعنى، تأیید میکنه این اقوالی که ما در قبل گفتیم که ناصبی کی هست و چه حکمی داره، اقوال ائمه رو تایید میکنه که مثال زده بود که از اینا امام ابو حنیفه است. این کتاب الکافی هست که شامل 3 بخش است، اصول و فروع و روزه. این جلد 8مش هست، جلد 7مش هست، فروع الکافی الجزء السابع سال 2007 چاپ شده در بیروت لبنان. در کتاب الروزه جلد 8 بود، صفحه 157 روایت 447. بین روایت دقت کنید شماره، بعضی جاها شاید صفحه فرق داشته باشه اما روایت فرق نداره کتاب روزه. خب در این روایت خیلی طولانی نسبتاً در رابطه با این هست که میگه که من بر ابو عبدالله وارد شدم، دخلت علی ابی عبدالله و ابو حنیفه. ابو حنیفه پیشش بود، گفتم که فدات من خواب عجیبی دیدم برام تعبیر کن. میاد تا اینجا که ابو عبدالله گفت که وقتی این نشسته، این عالم نشسته، اشاره که و او مع بیده الی ابی حنیفه. ادامه میده که ابو حنیفه اونو تعبیر میکنه اون خوابو. ابو عبدالله اینجا فقال ابو عبدالله اصبت والله یا ابا حنیفه، به والله قسم در تعبیرت واقعا راست و درست گفتی. ثم خرج ابو حنیفه من عنده، از پیش ابو عبدالله ابو حنیفه خارج شد. فقلت جعلت فداک انی کرهت تعبیر هذا الناصب، من تعبیر این ناصب قبول ندارم، ناپسند میدونم. نکنه این هم روایتی که آقای نعمت الله جزایری بهش اشاره کرد. این یک روایتی از این روایت‌ها خیلی بیشتر میتونه باشه که دقیقاً همونجا به امام حنیفه اشاره کرد و در اینجا هم کتاب کافی آقای کلینی مشهورترین کتابشون به این نکته اشاره داره. و همچنین سوالی داشتم از بینندگان و همچنین شاید جالب باشه در رابطه شما اشاره کردین که وقتی یک ناصبی گیرت اومد هر جا به تعبیر شیعه اونو بگیر و بکش، مالتو خمسشو برای ما بفرست.
از بینندگان عزیز، از اونایی که واقعا شیعه هستن یا شیعه کورکورانه ببخشید هستن یا شیعه واقعا محقق هستن، تحقیق کردن شیعه هستن، میپرسم که طبق روایات شیعه و همچنین طبق روایات اهل سنت خمس از مال غنیمت استخراج میشه. حالا اگر یک ناصبی را کشتین دیگه، حالا اون بگه نوش جانتون به هر صورت طبق نشونتون دادم، گفت که اینا اهل حرب هستن، خب کافر حربی هستن. وقتی شما کافر حربی شدید مال شما غنیمت جنگی است. درست. و در این که از غنیمت جنگی خمس در بیارن که این مطابق آیه قرآن ثابت شده. خب نه، من این سوال دیگه داشتم در این است که خمس کسب و کار از مردم میگیرن. سوال من همین بود که از علماشون بپرسن خب حالا ناصبی کافر شده یا کافر حربی شد به تعبیر کتابای خودشون، حالا چرا شما خمس میدین؟ بنده خدا از صبح تا شب میره کسب و کار میکنه، کلنگ بیل به دست یا میره مغازه‌داری میکنه، هر کاری میکنه باید یک پنجم اون چیزی که از صبح تا شب 10,000 تومان، 5,000 تومان، 20,000 تومان در آورده، از 20,000 تومان باید 4,000 تومان بده به جیب آخوند. از به قول معروف از دهن لقمه از دهن زن و فرزندش بگیره بده به جیب آخوند که هیچ کاری نداره جز متعه و صیغه و امثال اینها. بله. حتی تنها این قضیه این مطالبی که ذکر کردید نیست، به خاطر مسائل خیلی جزئی مخالفین خودشون رو تکفیر میکنن. من نمونه‌ای که اینجا دارم خدمتتون نشون بدم در مورد رجعت و متعه. درست. در کتاب وسایل شیعه از حر آملی، این جلد کتاب هست، در جلد 7 در اینجا در صفحه 474 در روایت 26365 از امام جعفر صادق روایت کردن که لیس منا، از ما نیست. درست. من لم یؤمن به کرتنا، به برگشتن ما، به رجعت ایمان نداشته باشه، از ما نیست. ولم یستحل متعتنا، این متعه را حلال ندونه، از ما نیست. در اینجا ببینید که حتی اون شیعیان غیوری که به صیغه اعتقاد ندارند، حتی اونا هم هدف قرار گرفتن. درست. و در یک روایت دیگر خیلی صریح میگه که از علامات نواصب این هست که متعه رو قبول ندارن. این نمونه ای است از این روایاتی که در این باب آوردن. اما قضیه خیلی مهم که شما اگر به عنوان یک سنی، به عنوان یک کسی که اعتقاد دارید به ابوبکر و عمر، حکم شما در نزد شیعیان چیست؟ من این رو از کتاب بهارالانوار خدمتتون نشون میدم. درست. این کتاب بهارالانوار هست، دوستان عزیز اگر نشون بدن. این جلدش، اینم صفحه اولش، صفحه 117 در روایت 79 که از تفسیر عیاشی ذکر نقل میکنه. در اینجا میگه سمعت ابا عبدالله یقول، از ابا عبدالله شنیدم از امام جعفر صادق که میگفت ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. درست. 3 شخص هست که الله در روز قیامت به اونها نگاه نمیکنه، اونها رو پاک نمیکنه و برای اونها عذاب دردناک است. این 3 شخص کی هستن؟ من ادعا امامت من الله لیست له، کسی که ادعای امامتی بکنه که برای اون نیست. در اینجا از اهل بیت کسانی رو تکفیر میکنه خود این شخص. درست. محمد نفس زکیه که ادعای امامت کرد، بنابر این روایت کافر است، این از جمله اهل بیت. محمد دیباج بنابر اعتقاد اینها کافر است. زید ابن علی که قیام کرد کافر است، چون که کسی که ادعای امامت بکنه، اصلا الان چند روز قبل در بین خود 2 تا از این شبکه‌ها دعوا بود روی همین قضیه که زید ابن علی کافر است یا مسلمان هست. یعنی خودشون اهل بیت رو کافر میدونن در این قضیه، چون که زید ابن علی ادعای امامت کرده بود. پس کسی که ادعای امامت بکنه و از طرف الله امام نصب نشده باشه، این شخص کافر است. یعنی اون کانالی رو که ابن سبع یهودی درست کرده، اگر اون کانال وجود نباشه، کانال دیگری بخوان بزنن، این شخص کافر میشه. من جهد اماما من الله، کسی که
انکار یکی از امامانی بکنه که از طرف الله سبحانه و تعالی بوده، یعنی از 12 امام شما یکیشو انکار بکنید کافرید. و من قال، و کسی که بگوید ان لفلان و فلان فی الاسلام نصیبا، برای فلان و فلان، فلان و فلان هر جا که ذکر بشه در کتب اینا اشاره کی است؟ به ابوبکر و عمر. اگر کسی به مجرد این که اعتقاد داشته باشه که عمر و ابوبکر رضی الله تعالی عنهما مسلمان هستند، این انسان چی است؟ کافر است و شامل این عقابی میشه که در این روایت ذکر کردن. همچنین همین روایت در کتاب الطرف من الانباء والمناقب در اینجا هم آورده که قد اتفقت روایات اهل بیت، میگه روایات اهل بیت و سیرهم فی ادعیتهم و سیرت اینها در دعایشون همه اتفاق داره بر این که 3 نفر باید لعن بشن. درست. ممن تابعهم و شایعهم، از جمله کسایی که به اصطلاح اینا رو متابعت کردن و همراه اینا بودن و اعلان براءت از اونها. و میگه که سمعنا ابا عبدالله علیه السلام و هو یلعن فی دبر کل صلاة المکتوبه 4 من الرجال و 4 من النساء، که ابا عبدالله امام جعفر صادق بعد از نماز 4 نفر از مردها و 4 نفر از زنها رو چیکار میکرده؟ لعن میکرده. که اینها کی بودن؟ ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و فلانه و فلانه و فلانه و هند و ام الحکم. فلان و فلانه، فلانه و فلانه کی است؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها و ام الحکم و هند و ام الحکم که خواهر سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه است. این در این کتابشون که در مورد لعن و نفرین و تکفیر اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین در روایتی از بهار الانوار هست، دوستان عزیز اگر نشون بدن، در جلد 28 صفحه 169 در اینجا میاره، دوستان نشون بدن این صفحه رو. در روایت 25 در اینجا از تقریب المعارف لابی الصلاح در اینجا روایتی رو میاره از علی ابن الحسین علیه السلام قال، که در اینجا میگه که با همراه بودم در یکی از خلوت‌هاش، در مکان خلوتی که مخالفین نباشن و همه خودشون باشه. ان لی علیک حقا الا تخبرنی عن هذین رجلین، من برگردن تو حقی دارم که از این 2 مرد به من اطلاع بدی. در اونجا فلان و فلان گفته بود، در اینجا خیلی صریح میگه که ان هذین رجلین، از این 2 مرد، عن ابی بکر و عمر، در مورد ابی بکر و عمر. فقال، امام در اینجا چی گفت؟ کافران، اروتاشون کافرن. کافر من احبهما، هر کسی هم که اینها رو دوست داشته باشه چی است؟ اونم کافره. یعنی شما به مجرد این که محبت سیدنا ابوبکر صدیق و عمر فاروق رو در دلتون داشته باشید، شما چی هستید؟ کافر هستید. این نمونه هایی است از تکفیری که اینا نسبت به اهل سنت دارن. حالا در این کتاب بهار الانوار در این جلدش، دوستان عزیز اگر نشون بدن این کتاب رو، در اینجا من فقط همینطور مرور میکنم به روایاتی که در این کتاب اومده. در باب کتاب ایمان و الکفر مکارم الاخلاق صفحه 65 روایت 18 از جابر از ابی جعفر قال سألت عن تفسیر هذه الآیه و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله فقال، یعنی به ولایت علی، کسی که تفسیر کرده این آیت رو، کسی که کفر بورزه به ایمان اعمالش نابود میشه. تفسیرش چیه؟ در نظر شیعه یعنی کسی که کفر بورزه به ولایت علی و هو فی الاخره من الخاسرین، در روز آخرت از جمله چی خواهد بود؟ از جمله زیانکاران خواهد بود. در صفحه بعدی، در صفحه 82 در همین جلد، در اینجا در روایت 12 در صفحه 82 جلد 69 در اینجا روایت دیگری هم از امام جعفر صادق در اینجا روایت کرده که ان الله عز وجل جعل علیا علما بینه و بین خلقه. علی علیه السلام یک
علمی هست، یک نشانه هست بین الله سبحانه و تعالی و بین خلقش. لیس بینه و بینهم علم غیره، غیر از علی دیگه هیچ نشانه ای نداره، علمی نداره، پرچمی نداره. فمن تبعه کان مؤمنا و من جحده کان کافرا و من شک فیه کان مشرکا. الان تعریف ایمان و کفر و شرک رو بیان میکنه. هر کس علی رو متابعت کرد مؤمن است. شیعه متابعت، بله. و هر کس که علی رو انکار کرد کافر است و هر کس که در مورد علی شک کرد مشرک است. و همونطوری که شما فرمودید اون علی واقعی نه، اون علی که عبدالله بن سبع یهودی داره معرفی میکنه برای بشریت. روایت بعدی در صفحه 84 باب 101 میبخشید، باب 101. این باب اسمش هست باب کفر المخالفین و النصاب و ما یناسب ذلك. باب کفر مخالفین همه مخالفین شیعه، درست. و ناصبی هم گفتیم که به اون تعریفی که از ناصبی دارن، ناصبی یعنی سنی. در اینجا اولین روایتش میگه من جهد امامته من عند الله عز وجل و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیب. کسی که امامی رو انکار بکنه یا کسی که اعتقاد بر این داشته باشه که آن دو نفر ابوبکر و عمر در اسلام نصیبی داشتن، یعنی 1% هم مسلمان بودن، ذره ایمان داشتن، اینها چی هستن؟ کافر هستن. درست. الله به اونا نگاه نمیکنه، اونا رو تزکیه نمیکنه، در روز قیامت هم براشون عذاب دردناک است. در صفحه 85 در اینجا هم روایت دیگری است. در روایت 8 همون قضیه علم رو در اینجا دوباره ذکر میکنه که الله سبحانه و تعالی علی رو یک نشانه و علمی قرار داد بین خودش و بین خلقش. دوستان اگر نشون بدن فمن تبعه کان مؤمنا و من جحده کان کافرا و من شک فیه کان مشرکا. درست. در روایت نوم چی میگه؟ علی علیه السلام باب الهدى و من خالفه کان کافرا و من انکره دخل النار. کسی که امامت علی رو انکار بکنه چی میشه؟ داخل آتش میشه. در صفحه 86 در اینجا روایتی رو میاره که کسی اگر بیاد، در اولین روایت در شروع صفحه، کسی که ولو ان عبدا دعانی منذ خلقت السماوات والارض ثم لقيني جاهدا لولایة علی صلوات الله علیه لاکببته فی السقر. اگر که بنده‌ای از زمان خلقت آسمان و زمین عبادت کرده باشه، بعد اومده باشه و با الله روبرو شده باشه در حالی که ولایت علی رو انکار کرده، امامت علی رو انکار کرده، این رو با صورتش کار میکنم، به آتش میاندازم. در روایت 11 چی میگه؟ سمعت ابا عبدالله یقول لو جهد امیر المؤمنین علیه السلام جمیع من فی الارض لیعذبهم الله جمیعا و ادخلهم نار. اگر امامت علی رو همه مردم در کره زمین انکار بشن، همه رو عذاب میکنه و همشون رو وارد آتش جهنم میکنه. سبحان الله. عجیب. در روایت 16 سمعت ابا جعفر یقول اعداء علی هم المخلدون فی النار و قال الله و ما هم بخارجین منها. میگه دشمنان علی همه در آتش جهنم هستند و از آتش جهنم هم هیچ وقت چی نمیشن؟ خارج نمیشن. در صفحه 87 کلا فعلا ما در همون باب کفر مخالفین هستیم. درست. در اینجا میگه که محمد ابن زیاد و موسی ابن محمد ابن علی قال كتبت الى ابي الحسن، برای ابی الحسن نوشتم اساله عن الناسب، میپرسم در مورد نواسب که تعریفش رو گفتیم قبلا. هل احتاج في امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت و اعتقاد امامتهما؟ آیا برای امتحان کردن این یک ناسبی بیشتر از این لازم است که من اونو امتحان بکنم در این که ابوبکر و عمر رو بر علی افضلیت میدن و اعتقاد دارن که اونها خلیفه و امام مسلمین هستن بعد از پیامبر؟
یعنی من میخوام الان شما رو امتحان بکنم آقای طاهری، شما ابوبکر و عمر رو بر علی افضل میدانید؟ هیچ شک درش نیست. آیا بعد از پیامبر اونها رو جانشین پیامبر میدانید؟ دقیقاً. پس جواب امام در مورد شما چی است؟ من کان علی هذا فهو ناصب. کسی که این اعتقاد رو داشته باشه اون ناصبی است. یعنی خون شما مباح هست، مال شما مباح هست، خمس مالتون هم باید برای مکارم شیرازی و قزوینی و به اصطلاح جعفر سبحانی فرستاده بشه و گردنتون هم باید زده بشه، چون که شما ناصبی هستید، چون که این اعتقاد شماست. هر سنی که این اعتقاد رو داره این انسان حلال الدم هست و باید کشته بشه و جهنمی است. در روایت 19 دوباره لا دین لمن دان به ولایت امام جاهل لیس من الله. کسی که به ولایت امام ظالمی که از طرف الله نباشه اعتقاد داشته باشه، این انسان اصلا چی است؟ دین ندارد. همچنین در این روایت بعدی در مورد کسی که به ولایت ائمه اعتقاد نداشته باشه کافر هست. در روایت 21 قال ابو عبدالله الائمه بعد نبینا 12 نجیبا مفهمون. بعد از پیامبر ما 12 امام پاک هست. من نقص منهم واحدا، کسی که یکی از اونها رو کم بکنه، او زاد فیهم یا زیاد بکنه، 14 تا بکنه، 13 تا، خرج من دین الله، از دین الله خارج میشه. ولم یکن من ولایتنا علی شیء. پس این هیچ ربطی به ولایت ما نداره، یعنی هیچ اعتقادی به ولایت ما نداره. کسی یکی رو کم بکنه یا یکی رو زیاد بکنه. اینا همه نمونه هایی است که در این باب من در صفحه 88 هم فقط یک روایت دیگر هم نشون بدم اینجا. این روایت خیلی مهم هست. اهل سنتی که ابوبکر و عمر رو دوست دارن این رو ببینن. در صفحه 88 میگه که در فمن جهدنا، از امام صادق اینجا روایت کرده، ان الله تبارک و تعالی جعلنا حججه علی خلقه. الله سبحانه و تعالی ما را حجت ها بر خلق تعیین کرده. میگه فمن جهدنا کان به منزلت ابلیس فی تعنته علی الله. کسی که ما را انکار بکنه مانند ابلیس است که در اونجا چیکار کرد؟ امر خدا رو انکار کرد، عمل نکرد به دستور الله سبحانه و تعالی. حین امره بالسجود لآدم، وقتی که امر کرد که به آدم سجده بکنه. در روایت 25 در همین صفحه، در صفحه 88 در جلد 69 بهار الانوار دایره المعارف خرافات شیعه، در اینجا میگه که از امام پرسیده شد که ان لی علیک حقا الا تخبرنی عن هذین رجلین. برگردن تو حقی دارم امام که در مورد این دو مرد عن ابی بکر و عمر به من بگی که اینا حالشون چی است، در چه وضعی هستن. فقال، گفت کافران، هر دوتاشون کافرن. کافر من احبهما، هر کیم که اونها رو دوست داشته باشه چی است؟ کافر هست. و در اینجا روایات دیگری هم هست، اما دوست داریم که وقتی داده بشه برای بینندگان عزیز که در مورد این مطالبی که اظهار کردیم. مدارک خیلی جناب استاد زیاده. اگر خواسته باشه نشون میده، فکر کنم اگر باز هم بذاریم برای هفته‌های آینده و همچنین جلسات بهتر که توضیح بیشتر داده بشه خیلی بهتره، خصوصا در رابطه با تکفیر صحابه که روایت زیادی نشون هم دادیم که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم همه مرتد شدن جز 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر، حد اکثرش 7 نفر روایتشون که نام میبره که سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و 7 نفرشون رو به هر صورت کامل میکنن که در این روایت اهل بیت دقیقاً تکفیر میشن. در رأس اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین هستن، کسی که خداوند در مورد اونها میفرماید که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. در همین آیه میگه پیامبر از هر شخص اولاتر باید باشه و زنان پیامبر امهاتهم هم مرجعش مؤمنینه، به مادران مؤمنان هستن. در این روایاتی که شیعه میاره که ارتد الناس بعد النبی یا بعد رسول الله مگر 3 نفر و 7 نفر و 5 نفر، عایشه رضی الله عنها، حفصه رضی الله عنها، ام المؤمنین
میمونه و اونهایی که در جز خدیجه که وفات کرده بودن یا زینب، بقیه که زنده بودن همه مرتد هستن طبق عقیده شیعه. خب جناب استاد فکر کنم یک میان برنامه ببینید که باز هم صدای گرم بینندگان داشته باشیم. بینندگان عزیز با هم یک میان برنامه میبینیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود با صدای گرم شما. تکفیر بیش از 1 میلیارد مسلمان توسط آخوند رافضی. این همونی میشه که در زیارت جامعه میخونیم و من جهدکم کافر. کسی که با علم و عمد و آگاهی، یعنی بداند که امامت جزو دین است و فرمان خدا روی آن است و پیغمبر نسبت به اون تاکید داشته، در عین حال منکر اون شود، قطعا کافره. با علم و آگاهی اگر باشه کافره. بله، با علم و آگاهی اگر باشه قطعا کافره. این هم کافر به کفر ظاهری است، هم کافر به کفر باطنی است. بینندگان محترم، همان گونه که مشاهده نمودید، این آخوند رافضی بیش از 1 میلیارد مسلمان روی زمین را که امامت خیالی رافضی ها را منصب الهی ندانسته و اصلی از اصول دین نمی شمارند تکفیر می نماید. حال این که آخوندان رافضی از آوردن یک آیه صریح که امامت افراد معین را ثابت کند و آن را اصلی از اصول دین بداند عاجز ماندند و به تعویلات واهی و بی اساس متمسک شدند که مخالف با قواعد و ضوابط تفسیری و لغت عربی است. چگونه ممکن است که امامت اصلی دین بوده باشد در حالی که یک آیه صریح آن را تایید نمی کند؟ الله متعال در آیات متعددی اصول و ارکان ایمان را برای ما بیان می نماید و از امامت نامی نمی برد. الله بر او نازل شد، ایمان آورد و مؤمنان همگی به الله و فرشتگان و کتابها و پیامبرانش ایمان آوردند و گفتند بین هیچ یک از پیامبرانش فرق نمی گذاریم و گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا آمرزش تو را می خواهیم و بازگشت به سوی توست. و می فرماید ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نیکی آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید، بلکه نیکوکار کسی است که به الله و روز آخرت و ملائکه و کتابها و پیامبران ایمان داشته باشد. در این آیات و آیات دیگر الله متعال اصول و ارکان ایمان را بیان می کند که عبارت است از ایمان به الله متعال و ملائکه و رسولان و کتابهای آسمانی و روز آخرت، اما از امامت خبری نیست و انکار این اصول را اساس کفر و گمراهی می داند و از امامت نامی نمی برد. الله متعال می فرماید ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. و هر کس به الله و فرشتگانش و کتابها و پیامبرانش و روز قیامت کفر بورزد، براستی که بسی گمراه گشته و از حق بسیار دور شده است. و امام علی رضی الله عنه نیز امامت را یک منصب انتصابی از طرف مردم می‌داند، نه منصب اختیاری از جانب الله متعال. در کتاب نهج البلاغه نامه 6 آمده است که ایشان فرمودند انه بایعنی القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. همان مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، با من هم با همان شرایطی که با آنان بیعت کردند بیعت نمودند. بنابراین نمیتوان گفت هر کس حاضر بوده انتخاب کرده و هر کس خارج از مدینه بوده میتواند مخالفت کند. شورا مخصوص مهاجرین و انصار است و اگر آنان روی فردی توافق کردند و او را به امامت برگزیدند، الله هم میپذیرد.
سلام و سلام مجدد به همه بینندگان عزیز. دقایق هم تا پایان برنامه زیاد نمونده. عزیزان اتاق فرمان اگر شماره تماس برنامه رو زیرنویس کنن تا بینندگانی که میخوان با برنامه خودشون، برنامه که امشب ارائه شد، تماس بگیرن و سوالات و پیشنهاداتشون رو مطرح کنن در رابطه با موضوع برنامه و صدا گرمشون هم داشته باشیم. و یه خواهش از عزیزان تماس گیرنده دارم که اونایی که تماس میگیرن صدای ما رو مثل توصیه همیشگی صدای ما رو از تلفنی که تماس میگیرن، چه موبایل چه تلفن خونه هست، داشته باشن و از تلویزیون گیرنده صدا رو نداشته باشن چون با تأخیر ارسال میشه. و بینندگانی که هم خواسته باشن موضوع خارج از برنامه رو مطرح کنن، ما هم یا بینندگانی که صدا ما رو از گیرنده داشته باشن مجبوریم صدا اونها رو قطع کنیم. خب جناب استاد، تا تماس با بینندگان برقرار میشه شما لطفاً اگر خلاصه بازم تاکید میکنم خلاصه به نکاتی که اشاره کنید. اگر خلاصه نمیشه ولی بازم من فقط یکی دو مدرک دیگه هم نشون میدم در این مورد در اثبات آنچه که ادعا کردیم ما در این برنامه. این کتاب روضة المتقین هست دوستان عزیز، اگر که این رو نشون بدن. کتاب روضة المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیه، محمد تقی مجلسی این کتاب رو نوشته. در جلد 5 صفحه 23 در این روایت میگه که در روایت کلینی و رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، روایتی که حسن هست مانند صحیح. قال قلت لابی عبدالله، راوی میگه به ابی عبدالله گفتم ایحج رجل عن ناصب، یعنی یک شیعی از ناصبی حج بدل بکنه؟ ای حالا ناصبی رو اینجا داخل پرانتز تفسیر کرده، ای غیر الاثنا عشری، غیر شیعیان اثنا عشری، او دوستان اینجا زوم بکنن، او السنی او المعادی لاهل البیت، یعنی ناصب غیر اثنا عشری است یا سنی یا کسی که دشمنی با اهل بیت داشته باشه. فقال لا، گفت که نه جایز نیست. فان الجمیع کفار ولا ينتفعون بعباده، از این عبادت هرگز برای اینها فایده ای نخواهد داشت. ولا يجوز السعی فی تخفیف العذاب عنهم ایضا، و جایز هم نیست که ما سعی و تلاش بکنیم که این عذاب رو از اونها کم بکنیم. بل یستحب اللعن علیهم، بلکه مستحب است که بر اونها چی بشه؟ لعن و نفرین بشه. درست. یعنی این روایت ثابت میکنه که ناصبی یعنی سنی، درست، و ناصبی یعنی سنی و سنی یعنی کافر، درست، طبق اعتقادات اونا، و عبادتی هم که سنی انجام میده هیچ سودی نداره، به حالش نداره. شما از کتاب روضة المتقین مجلسی اول، چون که شما اسمشو باقر نگفتین، تقی گفتین. بله، این محمد تقی مجلسی بابای مجلسی باید باشه. بله. خب جناب استاد اگر صدا گرم بینندگانش وقتی نیست 15 دقیقه فکر کنم وقته، ببینیم بینندگان عزیز در این رابطه چی میگن. ظاهرا اشتباهی دکمه رو زدم، به جای که وصل کنم قطع کردم. بله. السلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. تلویزیون وصال حق، بفرمایید. وصال حق. من محمد هستم، از انگلستان تماس گرفتم. بفرمایید محمد عزیز. با خاطر این یعنی 100 سال یا بیشتر از 100 سال یک از یهودی ها که وقتی که پیر شد، وقتی مرگش بود، نیازهای دیگر که تو چه خدمتی کردی برای ما یهودی ها؟ و من این خدمت را کردم که 2000 حدیث غلط را در بین مسلمان گذاشتم. یعنی از این 2000 حدیث غلطی که فعلا این آخوندان رافضین استفاده میکند برای خودشان، این حدیث هایی که اون یهود گذاشته برای اینا، وگرنه دیگه خود اینا کنم چیز دیگه نداره، فقط برای ملت خودشون چی میگن، این علی و امام حسین تمام دین و مذهب خودشون رو فقط درست کردن که علی امام حسین و از بقیه قرآن، از احادیث که از حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برایشون است، هیچ برای ملتشون نمیگم. من فقط برای این شیعان یعنی که توهین نباشه، من برای این شیعان میگم که این آخوندان رافضین عملیشان دروغ، یعنی هر حرفی که میزنن باید از اینا بپرسن که کدوم
این حدیث را که گفتی پشتیبانه این کجاست، یعنی از کدام کتاب برای ما گفت؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. این جهاد از برای شما، جهادتان خداوند عزیزش برایتون بده در برابر این آخوندان رافضین. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. دوست عزیز لطفا بلندتر صحبت کنید. من عبدالله تاجیکستان. تاجیکستان بفرمایید. سلام علیکم با آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این کسانی که شیعه هستند مثال در کتابهایشان ستون مذهب را حکم به کفر میکنند، ما میتوانیم اونها را برادر بدیم. متوجه سوال که من نشم، متوجه شده باشیم. خب در این مورد صحبت نشیم. ممنون که تماس گرفتین. صحبت دیگه اگه داریم بفرمایید. ظاهرا قطع شده. السلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا تماس های امروز ما از داخل ایران هیچ کدوم نیست و دوست عزیز دوستان اگه شما رو عوض کنن که ظاهرا یکی از هندوستان بود، یکی دیگه از تاجیکستان بود. و السلام علیکم، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خسته نباشین برادر. سلامت باشین دوست عزیز. بفرمایید. از کجا تماس میگیرین؟ از تاجیکستان تماس میگیرم. از تاجیکستان هستم. بفرمایید. سلام برادر انصاری بفرمایید. سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله برادر انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. الله اجر بزرگی از شما برادر. سلامت باشید. برای شما. دوست عزیز لطف کنین، وقت نیست. اگر صحبتی دارین، سوالی دارین، پیشنهادی دارین، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. شب بخیر برادر عظیم. شب شما هم بخیر. برادر عظیم. بفرمایید صحبت کنین دوست عزیز. من از بغداد زنگ میزنم. ابو اسماء هستم. من یک انتقادی دارم از برادر عزیزم آقای انصاری. من یک 3 ماه از زنگ میزنم، چرا تلفنم بلد نمیکن. اما آقای عبدالله تاکی میاد فورا تلفنش بلد میکنه. من ناراحت میشم که وقتی بهش میگه اگر منافق نیستی قطع نکن، برم گوش میدی به حرفای من چیکار کردم آقای انصاری عزیز؟ من دوست دارم، به خدا قسم من ناراحت میشم وقتی این چه فرقی داره با ابن مالک؟ چرا من الان تلفن فوری زدم گرفتم این برادران دیگه، ولی من شک دارم که شما نمیخوای من بیام حرف بزنم. خدا حافظ، متشکرم. خدا نگهدارتون. داریم صحبت میکنم. السلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید. الو. شما تماس میگیرم. احمدم. ممکن حالا موضوع برنامه نباشه ولی یه مسئله چیز جالبی است. من تو سفر عمره یه الو بفرمایید دوست عزیز صحبت کنین، خلاصه باشه. میگم تو سفر عمره جمعی از دوستان شمالی که ما از شابار بودیم و اونا شمالی بودن، اون تا کاروانمون ما 4 نفر بودیم، تو کاروان اونا بودیم. از من سوالی که گفت که شما چرا مرجع تقلید ندادی؟ گفتم ما در روستا زندگی میکنیم، شاید در روستای خودمون مثلا یا 200 خانوار ما 200 تا مرجع تقلید داریم، شاید هم بیشتر. گفت اینقدر مرجع تقلیدی میخوان چیکار کنین؟ یعنی این روستا 200 تا مرجع تقلید؟ گفتم بله. گفتم شما چرا دارین؟ گفت ما که
آیت الله فلانی 5-6 تا که بیشتر نیست. گفت واقعا اینا کی اسمشون؟ گفتن اینا اسمش قرآنه، مرجع تقلید ما قرآن. این تعجب کرد، گفت قرآن شد مرجع تقلید؟ گفتم بله، پس شد مکار میشیازی شد مرجع تقلید دیگه. حالا داستان زیاده ولی خب اینو می‌خواستم، داستان جالبی بود که جمعی نشسته بودن، تعجب کرد، گفت که یعنی با تعجب دوره اصلا قرآن رو قبول داره، مگر میشه قرآن مرجع تقلید باشه؟ حالا خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. خب اونها رو از دین دور داشتن، از قرآن دور داشتن، مجبورن که تعجب کنن از این. السلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و بزرگوارم، بفرمایید دوست عزیز. برنامه وصال حق یا وصال حق؟ وصال حق، بفرمایید. الله متعال از شما راضی باشد برادران، زحمت میکشید به خاطر دین اسلام. همچنین استاد انصاری، برادران عزیز، از استاد مجیب الرحمن در برنامه ها بیشتر استفاده کنید، ما هم استفاده ببریم. الله متعال شما اجر عظیم عطا بفرمایند. آمین. از همه برادران تشکر میکنیم، برای خاطر دین اسلام زحمت میکشید، اخلاص با اخلاص کامل. الله متعال یار و نگهدار شما باشد. آمین. خدا نگهدارتون. السلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید دوست عزیز، صحبت کنید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، شما را تمام تاجیکستان دوست می‌دارد. سلامت باشید. تاجیک ها خیلی مانم میباشد، سخنرانیتون و همه. الله متعال شما را دوست بداره. زنده باشید برادر عزیز. ما شما را از فهمتون برادر دوست می‌داریم. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. دوست عزیز، اگر صحبتی داشتین در رابطه با برنامه بفرمایید ارائه بدین. صحبتی، سوالی. السلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. ممنون از برنامه‌تون. من یه سلام به خصوص به خاطر آقای انصاری. سلام بر شما. علیکم السلام. من آقای انصاری خیلی دوست دارم. من حمید هستم از تهران زنگ می‌زنم. فکر کنم آقای انصاری منو به اجرا بیارن. دیشب تماس گرفته بودم با خودشون. زنده باشید حمید آقا. من والا در مورد موضوع برنامه حرفی واسه گفتن ندارم. من فقط تشکر به خصوص از شما هستم در کنم. در به خصوص آقای انصاری دارم و امیدوارم که خدا بهتون طول عمر بده تا این برنامه‌ها رو پررنگ‌تر کنین که واقعا ما به این برنامه‌ها نیاز داریم. سلامت باشید حمید آقا. الله متعال به شما هم ثبات و پایداری در این راه نصیب بکنه. تشکر از شما. سلامت باشید آقای انصاری. ان شاءالله که خدا کمکتون کنه این برنامه رو هر روز به روز پررنگ‌تر کنید. ممنون از برنامه‌تون و خود شما. خدا یار و پناهتون باشه. سلامت باشید. خدا حافظتون. خدا نگهدارتون. السلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید. خسته نباشین. سلامت باشین. ببین برادر عزیز، این آخوندا حدوداً 5-6 قرن این اهل تشیعی بیچاره را سر کار گذاشتن، اینا را فریب دادن. ملاحظه فرمایید به توسط چیزهای منزلاتی که از خودشون در آوردن و تو گوش اینا خوندن. این بدبخت هم که از بچگی تو گوششون میخونن، به حرف اینا گوش میدن. والله به خدا همه میدونن، خودشون هم میدونن مذهبشون هیچه. خودشون از ما بهتر میدونن که اینا واقعا مذهب پوچی من در آورده ایه. زمانی که شما با آیه قرآن داری بهشون اعلام میکنی که آقای محترم خداوند اینو میفرماید، این حرف خدا رو تکذیب میکنه، شما چه انتظاری از آیت الله قزوینی و نمیدونم مکارم شیرازی اینا داری؟ اینا تا زمانی که هستن خمس بهشون بدن و متعه و سیغه هیچی دیگه نمیخوان. تمام شد.
مذهب اینا یعنی خمس و سیغه. ممنون، ممنون از هزار نظرتون. جزاکم الله خیر. خدا خیرتون بده. البته من چند دقیقه لازم دارم برای پاسخ به موضوعاتی که دوستان عزیز مطرح کردن. فکر کنم اگر شما خلاصه کنید در 5 دقیقه. من خیلی کوتاه و مختصر. برادر عزیزمون آقا محمد از انگلستان گفتن که 2000 حدیث جل کردن در این مذهب انداختن. نه برادر عزیز، 2000 حدیث جل نکردن، کلا مذهب رو جل کردن. این حرف من نیست. محمد انصاری اینو نمیگه و عیسی طاهری هم اینو نمیگه. شبکه وصال حق هم اینو نمیگه. محمد ابن عبدالوهاب و وهابی و سلفی و حنفی و حنبلی و شافعی اینو نمیگه. اینو کسایی که به اصطلاح کتاب فرق شیعه رو نوشتن، علمای بزرگوار خود شیعه که در نزد خودشون استوانه های دین و مذهبشون محسوب میشن، اگر نشون بدن، حسن ابن موسی نوبختی و سعد ابن عبدالله قمی از افاضل علمای قرن سوم هجری شیعه این کتاب رو نوشتن که کتاب فرق شیعه است. در این کتاب که در سال 1412 این کتاب در دارالرشد چاپ شده، فرقه 54م در اینجا فرقه ای رو معرفی میکنه. در این کتاب این صفحه 32 میگه فرقه ای که گفتن ان علی لم یقتل و لم یموت، علی نه مرده و نه کشته شده و این نمیمیره. من خلاصه بعضی مطالبشو میخوانم. اینا اصحاب کی بودن؟ این فرقه سبعیه، اصحاب عبدالله ابن سبع، همون عبدالله ابن سبع خودمون که میگیم یهودی بود. درست. و کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان، این کسی بود که ظاهر کرد طعن ابوبکر و عمر و عثمان رو و صحابه و بقیه صحابه رو و تبرع منهم، اعلان براءت کرد از اونها و قال ان علی علیه السلام امره بذلک، یعنی همون ماسک محبت اهل بیت رو کشید مثل آخوندهای که امروز شیعه هم همین کارو میکنن. چیکار کرد؟ اظهار محبت علی میکرد و میگفت که علی بهش این چیزها رو امر کرده و اعلان براءت میکرد. فاخذ علی فسأله عن قوله هذا فاقر به، علی رو گرفت اقرار کرد به این امر، فامر بقتله، علی چیکار کرد؟ امر به قتلش داد. و کان یقول و هو علی یهودیته فی یوشع ابن نون بعد موسی علیه السلام به هذه المقاله، و این اولین کسی بود که اعلان کرد ولایت علی رو. فاسلم، به ظاهر ایمان آورد، و والا علی، اعلان ولایت علی کرد. و کان یقول و هو علی یهودیته فی یوشع ابن نون، زمانی که یهودی بود عبدالله ابن سبا میگفت که یوشع ابن نون بعد از موسی امام هست. بعد از اینکه مسلمان شد به ظاهر گفت که علی امام هست. فقال فی اسلامه بعد وفات النبی صلی الله علیه و سلم فی علیه السلام بمثل ذلك، و او اولین کسی است که شهد القول به فرض امامت علی علیه السلام، اولین کسی بود که شهادت داد به فرضیت امامت علی علیه السلام. و اظهر البراء من اعدائهم، و اعلان براءت کرد از کی؟ از دشمنان علی. در اینجا خودشون اعتراف کردن در صفحه 33 و کاشف مخالفیه، و اعلان یعنی کشف کرد مخالفین علی رو و اکفرهم، اونا رو تکفیر کرد. همین تکفیری که الان ما نشون دادیم اینجا. فمنها هنا، از همین جاست که قال من خالف الشیعه، کسی که مخالفت شیعه میکنه میگه که ان اصل رفض ماخوذ من الیهودیه، و هیچ شکی نیست، و اصل رافضه‌گری از دین یهودیت گرفته شده. درست. این اعتراف علمای خودشون هست. من این نکته بود که در مورد آقا محمد از انگلستان خدمتشون عرض بکنم. برادر عزیزمون از تاجیکستان آقا عبدالله گفتن که در این میشه بگیم برادران شیعه. بله، چرا نمیشه؟ ما در تاریخ اسلام شیعیان واقعی داشتیم. از زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه فرق شیعیان اون زمان با شیعیان این زمان، اون شیعیان اون زمان افضلیت میدادن ابوبکر و عمر رو بر علی. فقط رو قضیه افضلیت عثمان بر علی اینجا یک کمی اظهار نظر میکردن. ما در طول تاریخ شیعیان علی داشتیم، پیروان واقعی علی داشتیم، شرک نمی‌ورزیدن، لعن ابوبکر و عمر نمی‌کردن، فقط پیروان علی بودن، علی رو افضل میدونستن بر عثمان رضی الله تعالی عنه و یک سری امتیازات دیگه برای سیدنا علی قائل بودن. و ما میتونیم شیعیان حقیقی رو، شیعیان واقعی رو، اونایی که شرک نمی‌ورزن، اونایی که محب واقعی علی هستن، برادران ما هستن، خواهران ما هستن، ما هیچ مشکلی یک دقیقه جناب یک دقیقه آقا ابو اسماء عزیز و برادر گرامی از بغداد
ما هیچ گونه دشمنی با هیچ کی از بینندگان نداریم برای اینکه مخالفین ما باشن. خب تا دیگه اونا حالا با کیک و ساندیس و وزارت اطلاعات و اینا دم و دستگاهی که دارن میتونن تماس بگیرن در یک برنامه 2-3 مرتبه و شما شاید ماها نتونید تماس بگیرید. من دوستان عزیز خواهش میکنم در اتاق فرمان شمارهشون رو یادداشت بکنن، من خودم ان شاء الله با ایشون صحبت خواهم کرد و مطالب دیگری هم هست که ان شاء الله برای هفته بعد. خب ممنون سپاس جناب استاد و صحبت پایین هم تموم شد، وقت هم نداریم. از بینندگان عزیز هم که واقعا تشکر قدردانی دارم. طبق آیه قرآن که خداوند میفرماید که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، خدای ما را از اینها بگردان، از کسانی بگردان که قول رو میشنون و بهترینش رو پیروی میکنن. شما را تا جلسه و برنامه بعد به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان و همچنین ممنون جناب استاد. بارک الله فیکم. جزاکم الله خیر.